انجیل یوحنا باب 1. در ابتدا کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. آن در ابتدا با خدا بود. همه چیز به واسطه او به وجود آمد و هر آنچه وجود یافت بی او وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور آدمیان بود و نور در تاریکی می درخشید و تاریکی آن را فرا نگرفت. شخصی از جانب خدا فرستاده شده بود که یحیی نام داشت. وی برای شاهدی آمد که بر نور شهادت دهد تا که همه به واسطه وی ایمان آورند. وی آن نور نبود بلکه آمد که بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی که هر آدم را منور می گرداند به جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او به وجود آمد و جهان او را نشناخت. او نزد منسوبان خود آمد و منسوبانش او را قبول نکردند. لیکن به آنهایی که او را قبول کردند و به اسم او ایمان آوردند قدرت داد که فرزندان خدا گردند، که نه از خون، نه از خواهش جسم، نه از خواهش مردی، بلکه از خدا تولد یافتند. و کلام جسم گردید و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و ما جلال او را دیدیم که جلال شایسته پسری یگانه پدر است. و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده می گفت: این است آن که درباره او گفتم، آن که پس از من می آید پیش از من بوده است، زیرا که بر من مقدم بود. و از پررگی او همه ما فیض بر فیض پیدا کردیم، زیرا که شریعت به واسطه موسی عطا شد، اما فیض و راستی به واسطه عیسی مسیح آمد. خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است او را ظاهر کرد. و این از شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از یروشلیم کاهنان و لیویزادگان را فرستادند تا از وی پرسند: تو کیستی؟ وی اقرار کرد و انکار نکرد، بلکه اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. از وی پرسیدند: پس کیستی؟ آیا الیاس هستی؟ گفت: نه. آیا آن نبی هستی؟ جواب داد: نه. آنگاه به وی گفتند: پس کیستی تا به آن کسانی که ما را فرستادند جواب دهیم؟ درباره خود چی میگویی؟ گفت: من آواز ندا کننده در بیابانم، راه خداوند را راست کنید، چنان که اشعیا نبی گفته است. آن فرستادگان از فریسیان بودند و آنها از وی پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی، نه الیاس و نه آن نبی، پس برای چی تعمید میدهی؟ یحیی در جواب آنها گفت: من با آب تعمید میدهم، لیکن در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمیشناسید. او آن است که پس از من می آید، اما پیش از من بوده است و من سزاوار آن نیستم که دوال پای افضال او را واز کنم. این در بیت عباره که آن طرف اردن است، در جایی که یحیی تعمید میداد واقع شد. فردای آن یحیی عیسی را دید که به جانب وی می آید و گفت: اینک برای خدا که گناه جهان را می بردارد.
این است آن که من درباره او گفتم که پس از من مردی می آید که پیش از من بوده است، زیرا او بر من مقدم بود. من او را نمی شناختم، لیکن برای آنکه او به اسرائیل ظاهر گردد آمدم و با آب تعمید می دادم. و یحیی شهادت داده گفت: من روح را دیدم که چون کبوتری از آسمان نازل شده بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، لیکن آن که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفت: به هر کس ببینی که روح نازل شده بر او قرار گرفت، او همان است که با روح القدس تعمید می دهد. و من دیده شهادت دادم که او پسر خداست. فردای آن باز یحیی با دو شاگرد خود ایستاده بود. چون دید که عیسی از آنجا می گذرد گفت: اینک بره خدا. آن دو شاگرد سخنان وی را شنیده از پی عیسی روانه شدند. عیسی به عقب نگاه کرده دید که آنها می آیند. گفت: چی می خواهید؟ با او گفتند: ربی، یعنی ای استاد، در کجا استقامت داری؟ او گفت: بیایید و ببینید. آنها آمدند و دیدند که در کجا استقامت دارد و آن روز نزد او بماندند. تقریباً ساعت 10 بود. یکی از آن دو نفر که سخنان یحیی را شنیده از پی او آمده بودند، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. وی اول برادر خود شمعون را یافته گفت: ما مسیح را یعنی خریستوس را یافتیم. وی را نزد عیسی آورد. عیسی به وی نگریسته گفت: تو شمعون پسر یونس هستی. اکنون نامت کیفا خواهد شد که معنایش پتروس است. فردای این عیسی خواست به جلیل رود و فیلیپوس را یافته گفت: از عقب من بیا. فیلیپوس از بیت سیدا همشهری اندریاس و پتروس بود. فیلیپوس نتنائیل را یافته گفت: ما آن کسی را که موسی درباره او در تورات نوشته است و انبیا ذکر کردند یافته ایم که عیسی پسر یوسف از ناصره است. ولی نتنائیل به وی گفت: مگر ممکن است که از ناصره چیزی نیکویی پیدا شود؟ فیلیپوس به وی گفت: بیا و ببین. عیسی چون دید که نتنائیل سوی او می آید درباره وی گفت: اینک اسرائیلی حقیقی که در وی مکری نیست. نتنائیل به او گفت: مرا از کجا میشناسی؟ عیسی در جواب وی گفت: پیش از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، هنگامی که در زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. نتنائیل در جواب او گفت: ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. عیسی در جواب وی گفت: تو ایمان آوردی، زیرا به تو گفتم که من تو را در زیر درخت انجیر دیدم. چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. و به وی گفت: براستی به شما میگویم، منبع آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر آدم صعود و نزول میکنند خواهید دید. یوحنا باب 2. در روز 3 در قانای جلیل توی عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود. عیسی و شاگردانش را نیز به توی دعوت کرده بودند. چون شراب کمی کرد، مادر عیسی به او گفت: شراب ندارند. عیسی به وی گفت: تو را با من چیکار است ای زن؟ ساعت من هنوز نرسیده است. مادرش به خدمتگاران گفت: هرچی او به شما گوید به جا آورید. در آنجا موافق آیین تطهیر یهودیان 6 کوزه سنگین ایستاده بود که غنجایش هر یکی 2 یا 3 بط بود.
عیسی به آنها گفت ظرفها را از آب پر کنید. و آنها را لبریز کردند و گفت اکنون کشیده به سردار بزم برید. و آنها بردند. چون سردار آبی به شراب مبدل شده را چشید و ندانست که از کجاست، زیرا فقط خدمتگارانی که آب را کشیده بودند می‌دانستند. و سردار داماد را خوانده و وی گفت هر کس اول شراب خوب را می‌دهد و چون مست شدند بدش را می‌آورد، لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشته ای. این ابتدای معجزاتی بود که عیسی در قانای جلیل نشان داده جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. پس از آن او با مادرش، برادرانش و شاگردانش به کفرنهم آمد و در آنجا ایامی کمی ماندند. و چون عید فیس یهودیان نزدیک بود، عیسی به یروشلیم رفت و دید که در معبد فروشندگانی گاو و گوسفند و کبوتر و صرافان نشستند و تازیانه از ارغمچین ساخته همه را با گاو و گوسفندان از معبد پیش کرد و تنگه های صرافان را پاشیده میزهاشان را چپه کرد و به کفتر فروشان گفت اینها را از اینجا گرفته برید و خانه پدری مرا خانه سوداگری نسازید. و شاگردان او به خاطر آوردند که نوشته شده است رشک خانه تو مرا خورده است. آنگاه یهودیان به او رو آورده گفتند با ما چه علامت نشان میدهی که این کارها را میکنی؟ عیسی در جواب آنها گفت این معبد را ویران کنید و در 3 روز من آن را برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند این معبد را در ظرف 46 سال بنا کردند و تو آن را در 3 روز برپا میکنی؟ لیکن او درباره معبد بدنی خود سخن می گفت. وقتی که او از مردگان احیا شد، شاگردانش به خاطر آوردند که او این را به آنها گفته بود و به نوشته ها و به سخنی که عیسی گفته بود ایمان آوردند. و هنگامی که در عید فیس در یروشلیم بود، بسیار کسان معجزاتی را که او نشان میداد دیده به اسم او ایمان آوردند. لیکن عیسی به آنها اعتماد نکرد، زیرا که همه را می شناخت و احتیاج نداشت که کسی درباره انسان شهادت دهد، زیرا که آنچه در انسان است خود می دانست. یوحنا باب 3. در بین فریسیان شخصی که نیقودیموس نام داشت از سرداران یهودیان بود و شبانه نزد عیسی آمده گفت ای استاد، ما می‌دانیم که تو استادی هستی که از جانب خدا آمده ای، زیرا معجزاتی را که تو نشان می‌دهی هیچ کس نمی‌تواند نشان دهد جز اینکه خدا با وی باشد. عیسی در جواب وی گفت براستی به تو میگویم، کس اگر از عالم بالا تولد نیابد ملکوت خدا را دیده نمیتواند. نیقودیموس به او گفت چگونه ممکن است که آدمی که پیر شده باشد تولد یابد؟ آیا میتواند باز به شکم مادرش برگشته تولد یابد؟ عیسی جواب داد براستی به تو میگویم، کس اگر از آب و روح تولد نیابد به ملکوت خدا در آمده نمیتواند. آنچه از جسم تولد مییابد جسم است و آنچه از روح تولد مییابد روح است. از آنچه به تو گفتم تعجب نکن. باید شما از عالم بالا تولد یابید. باد هر جا که خواهد میوزد، تو آواز آن را میشنوی، لیکن نمیدانی که از کجا میآید و به کجا میرود. چنین است حالت هر کی از روح تولد یافته باشد. نیقودیموس در جواب او گفت چطور ممکن است که چنین شود؟ عیسی در جواب وی گفت تو که یک استاد اسرائیل هستی اینها را نمیدانی؟ براستی به تو میگویم،
ما از آنچه می‌دانیم سخن می‌گوییم و بر آنچه دیده‌ایم شهادت می‌دهیم، لیکن شما شهادت ما را قبول نمی‌کنید. وقتی که به شما از چیزهای زمینی سخن گفتم باور نکردید، پس هرگاه از چیزهای آسمانی سخن رانم چیسان ایمان خواهید آورد؟ هیچ کس به آسمان صعود نکرده است مگر فقط آن که از آسمان نزول کرده است، یعنی پسر آدم که جایش در آسمان است. و چنان که موسی در بیابان مار را بالا برداشت، پسر آدم نیز باید آنچنان بالا برده شود، تا هر که به او ایمان آورد تلف نشود، بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا جهان را چنان دوست داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد تلف نشود، بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را به جهان برای آن نفرستاد که بر جهان داوری کند، بلکه برای آن که جهان به واسطه او نجات یابد. هر که به او ایمان آورد محکوم نمی شود، لیکن هر که ایمان نآورد الکی محکوم شده است، چون که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نآورده است. و حکم این است که نور به جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از روشنایی دوست داشتند، چون که اعمال آنها بد است. زیرا هر که را کردار بد باشد از روشنایی نفرت دارد و پیش روشنایی نمی آید تا که اعمالش آشکار نشود. لیکن هر که راستکار است پیش روشنایی می آید تا آشکار باشد که اعمالش به وسیله خدا صادر شده است. پس از آن عیسی با شاگردانش به سرزمین یهودا آمد و در آنجا با آنها ساکن شده تعمید می‌داد. و یحیی نیز در اینون که در نزدیکی سالیم است تعمید می‌داد، چون که در آنجا آب بسیار بود و مردم آمده تعمید می‌یافتند. زیرا که یحیی هنوز در زندان انداخته نشده بود و در بین شاگردان یحیی و یهودیان در مسئله تطهیر بحث و مناظره روی داد و نزد یحیی آمده به وی گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو در حق او شهادت داده بودی، حالا تعمید می‌دهد و همه نزد او می‌آیند. یحیی در جواب گفت: کس نمیتواند چیزی به ذمه خود بگیرد مگر اینکه از آسمان به وی داده شود. شما خود شاهدان من هستید که گفتم من مسیح نیستم، بلکه فقط پیشا پیش او فرستاده شدم. کسی که عروس دارد داماد است، اما دوست داماد که ایستاده به آواز وی گوش میدهد، از شنیدن آواز داماد بسیار شاد میگردد. همین شادی من اکنون کامل شده است. او باید نشأ و نما یابد و من زوال یابم. آنکه از بالا می آید از همه بالاتر است و آنکه از زمین است زمینی باشد و چون زمینی سخن گوید. آنکه از آسمان می آید از همه بالاتر است و آنچه دیده است و شنیده است بر آن شهادت می دهد و هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. و کسی که شهادت او را قبول کرد تصدیق کرده است که خدا راست است. زیرا آن کسی که خدا فرستاد کلام خدا را می گوید، زیرا خدا روح را به میزان عطا نمی کند. پدر پسر را دوست می دارد و همه چیز را به دست او داده است. هر که به پسر ایمان آورد حیات جاودانی می یابد و هر که به پسر ایمان نآورد حیات را نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر وی می ماند. یوحنا باب 4. چون عیسی خداوند دریافت که به گوش فریسیان آوازه رسیده است که اون نظر به یحیی بیشتر شاگرد پیدا می کند و تعمید می دهد، گرچندی که خود عیسی نه بلکه شاگردانش تعمید می دادند، یهودا را ترک کرده باز به جلیل رفت و او را لازم بود از سامریه گذشته رود.
پس به یکی از شهرهای سامریه آمد که سوهر نام داشته، در نزدیکی قطعه زمینی بود که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود و در آنجا چاه یعقوب بود و عیسی از سفر مانده شده بر سر آن چاه نشست و تقریبا ساعت 6 بود که زنی از سامریان برای آب کشیدن آمد. عیسی به وی گفت: به من برای نوشیدن آب ده. زیرا که شاگردانش برای خریدن خوراک به شهر رفته بودند. زنی سامری به او گفت: چی طور تو که یهودی هستی از من آب می خواهی؟ در صورتی که من زنی سامریم، زیرا که یهودیان با سامریان معاشرت ندارند. عیسی در جواب وی گفت: اگر عطای خدا را می دانستی و کیست که به تو می گوید که به من برای نوشیدن آب ده، حالا خودت از او خواهش می کردی و او به تو آب حیات می داد. زن به او گفت: ای آقا، تو ظرفی نداری که آب کشی و چاه چقور است، پس از کجا آب حیات داری؟ مگر تو از پدری ما یعقوب بزرگتر استی که این چاه را به ما داد و خودش و فرزندانش و چاروایش از آن می نوشیدند. عیسی در جواب وی گفت: هر که از این آب نوشد باز تشنه ماند، لیکن هر که از آبی که من به وی می دهم نوشد ابدا تشنه نماند، بلکه آبی که من به وی می دهم در وی چشمه آب گردد که تا حیات جاودانی می جوشد. زن به او گفت: ای آقا، به من از آن آب ده تا که دیگر تشنه نمانم و به اینجا برای آب کشیدن نآیم. عیسی به وی گفت: برو و شوهرت را بخوان و به اینجا بیا. زن در جواب گفت: من شوهر ندارم. عیسی به وی گفت: تو راست گفتی که شوهر نداری، زیرا که 5 شوهر داشتی و کسی که الحال داری شوهر تو نیست. این سخنت راست است. زن به او گفت: ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در بالای این کوه پرستش میکردند، ولی شما میگویید که جایی که در آن باید پرستش کرد در یروشلیم میباشد. عیسی به وی گفت: ای زن، به من باور کن، ساعت میرسد که نه در بالای این کوه و نه در یروشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. شما آنچه را که نمیدانید پرستش میکنید، ولی ما آنچه را که میدانیم پرستش میکنیم، زیرا که نجات از یهودیان است. لیکن ساعت میرسد و الکی رسیده است که پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر طالب این گونه پرستندگان خود می باشد. خدا روح است و آنهایی که او را پرستش می کنند باید به روح و راستی پرستش کنند. زن به او گفت: میدانم که خریستوس یعنی مسیح می آید. چون او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. عیسی به وی گفت: من که با تو سخن می گویم همانم. در همین وقت شاگردانش آمده تعجب کردند که او با زنی گفتگو می کند، لیکن هیچ کس نگفت که چی می طلبی یا که برای چی با وی حرف می زنی. زن کوزه خود را مانده به شهر رفت و به مردم گفت: بیایید و کسی را ببینید که هر آنچه کردم به من گفت. آیا او مسیح نیست؟ آنها از شهر بیرون شده نزد او می آمدند. در این میان شاگردان از او التماس کرده گفتند: ای استاد، بخور. با آنها گفت: من غذایی دارم که بخورم و شما آن را نمی دانید. شاگردان به یکدیگر گفتند: مگر کسی به او خوردنی آورده است؟ عیسی به آنها گفت: غذای من آن است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کار او را به انجام رسانم. آیا شما نمی گویید که باز 4 ماه مانده است و در او فرا خواهد رسید؟ اینک من به شما می گویم
چشمان خود را بالا کرده کیشزار را ببینید که برای درو سفید شده است. دروگر مزد خود را می گیرد و محصول را برای حیات جاودانی جمع می کند تا که کارنده و دروگر با هم شادی کنند. زیرا که در این مورد چنین سخن حقانی است که یکی می کارد و دیگر درو می کند. من شما را برای درویدن محصول فرستادم که برای آن شما مهنت نکرده اید. دیگران مهنت کردند و شما در مهنت آنها داخل شده اید. و از روی کلام آن زن که شهادت داده بود که هر آنچه کردم او با من گفت، از آن شهر بسیار سامریان به او ایمان آوردند. بنابراین چون سامریان پیش او آمدند، از او خواهش کردند که نزد آنها بماند و او 2 روز نزد آنها ماند و باز بسیاری از روی کلام او ایمان آوردند و به آن زن گفتند: پس از این ایمان ما از روی سخن تو نیست، زیرا که خودمان شنیدیم و دانستیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است، یعنی مسیح است. پس از 2 روز او از آنجا بیرون آمده به جلیل روانه شد، زیرا خود عیسی شهادت داده است که پیغمبر در زادگاه خود بیقدر است. چون او به جلیل آمد، اهل جلیل او را پذیرفتند، زیرا هر آنچه در یروشلیم در عید کرده بود دیده بودند، چون که آنها نیز به عید رفته بودند. و عیسی بار دیگر به قانای جلیل آمد که در آنجا آب را شراب گردانده بود و شخصی از درباریان بود که پسرش در کفرنهم بیمار بود. چون شنید که عیسی از یهودا به جلیل آمده است، نزد او رفته التماس کرد که آمده پسرش را شفا دهد که وی در دم مرگ است. عیسی به وی گفت: اگر علامات و معجزات نبینید ایمان نمی آورید. درباری به او گفت: ای آقا، پیش از آن که پسرم بمیرد بیا. عیسی به وی گفت: برو که پسرت زنده است. وی به سخنی که عیسی گفت ایمان آورده روانه شد و هنگامی که می رفت نوکرانش وی را پیشواز گرفتند و مژده داده گفتند: پسرت زنده است. از آنها پرسید: در کدام ساعت احوالش بهتر شد؟ به وی گفتند: دیروز در ساعت 7 تب لرزه وی را ترک کرد. و پدر دانست که این همان ساعتی بود که عیسی به وی گفت پسرت زنده است و خودش و تمام اهل بیتش ایمان آوردند. این معجزه دوم بود که عیسی بعد از آمدنش از یهودا به جلیل نشان داد. یوحنا باب 5. پس از آن یهودیان را عیدی بود و عیسی به یروشلیم آمد. در یروشلیم در نزد دروازه میش حوضی هست که به عبرانی بیت حسدا میگویند و آن 5 رواق دارد. در آنجا شماره زیادی بیماران، کوران، لنگان و شلان خوابیده منتظر حرکت آب بودند. زیرا فرشته خدا وقت به حوض فرآمده آب را حرکت میداد و هر کی در اثنای حرکت آب اول به حوض درآید از هر کسلی که داشت شفا می‌یافت. و کسی در آنجا بود که 38 سال باز گرفتار بیماری بود. چون عیسی وی را خوابیده دید و دانست که مدتی دراز بیمار است، به وی گفت: آیا می‌خواهی شفا یابی؟ بیمار جواب داد: ای آقا، کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا به حوض اندازد. پیش از آن که من آیم دیگری خود را در حوض می اندازد. عیسی به وی گفت: برخیز، بسترت را بردار و برو. همان دم بیمار شفا یافت و بسترش را برداشته به راه درآمد. آن روز روز شنبه بود. یهودیان به کسی که شفا یافته بود گفتند: امروز شنبه است و جایز نیست که بستر خود را برداری. وی در جواب آنها گفت: آن کس که مرا شفا داد
ба ман гуфт: бистаратро бардор ва бирав. аз вай пурсиданд: кист он кас ки ба ту гуфт бистаратро бардор ва бирав? лекин он ки шифо ёфта буд намедонист ки ӯ кист, зиро ки дар он ҷо издиҳоми калоне буд ва исо нопадид шуда рафт. پس از آن عیسی وی را در معبد یافته گفت: اینک شفا یافته ای، دیگر گناه نکن تا که به وضعیت بدتر دچار نشوی. آن مرد رفته به یهودیان گفت که شفا دهنده من عیسی می باشد. از این سبب یهودیان عیسی را تعقیب می کردند و او را می خواستند به قتل رسانند، زیرا که این کار را در روز شنبه کرده بود. عیسی در جواب آنها گفت: پدر من تا کنون کار میکند و من نیز کار میکنم. از این سبب بیشتر قصد کردند که او را به قتل رسانند، زیرا که نه تنها شنبه را رعایت نمی کرد، بلکه خدا را نیز پدر خود گفته خود را با خدا برابر می دانست. عیسی در جواب آنها گفت: براستی به شما میگویم پسر نمیتواند از خود چیزی به عمل آورد مگر آنچه ببیند که پدر به عمل می آورد. زیرا که آنچه او میکند پسر نیز میکند، زیرا که پدر پسر را دوست می‌دارد و هر آنچه خودش میکند به پسر نشان میدهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا که شما تعجب نمایید. زیرا همچنان که پدر مردگان را احیا میکند و زنده میگرداند، پسر نیز آنچنان هر کی را که خواهد زنده میگرداند. زیرا که پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، بلکه تمام داوری را به پسر سپاریده است، تا که همه پسر را احترام کنند آنچنان که پدر را احترام می کنند. کسی که پسر را احترام نکند پدر را که فرستنده اوست احترام نکرده است. براستی به شما می گویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و به داوری نمی آید، بلکه از مرگ به حیات گذشته است. براستی به شما می گویم ساعت می رسد و الکی رسیده است که مردگان آواز پسر خدا را می شنوند و هر که بشنود زنده گردد. زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد و پسر نیز آنچنان عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد و به او قدرت بخشیده است که داوری کند، زیرا که او پسر آدم است. و از این تعجب نکنید، زیرا ساعت می رسد که همه آنهایی که در قبر می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد، نیکوکاران برای قیامت حیات و بدکاران برای قیامت داوری. من از خود چیزی به عمل آورده نمی توانم، آنچنان که می شنوم داوری می کنم و داوری من عادل است، زیرا که طالب اراده خود نه، بلکه اراده پدری هستم که مرا فرستاده است. اگر من بر خود شهادت دهم شهادت من راست نیست، دیگری هست که بر من شهادت می دهد و من می دانم که شهادتی که وی بر من می دهد راست است. شما نزد یحیی فرستادید، وی بر راستی شهادت داد، اما من شهادت آدم را قبول نمی کنم، ولی این سخنان را می گویم تا که شما نجات یابید. وی چراغی بود که می سوخت و می درخشید و شما خواستید که ساعت به نور وی شادی کنید. لیکن من شهادت دارم که از شهادت یحیی بزرگتر است، زیرا کارهایی که پدر به من عطا کرده است تا انجام دهم، یعنی این کارهایی که من می کنم بر من شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است و خود پدر که مرا فرستاد بر من شهادت داده است و شما هرگز نه آواز او را شنیده اید و نه صورت او را دیده اید و کلام او در دلهای شما جای ندارد، چون که شما به آن کسی که او فرستاده است ایمان نمی آورید. شما نوشته ها را تدقیق می کنید، زیرا گمان دارید که به واسطه آنها حیات جاودانی پیدا می کنید، ولی آنها بر من شهادت می دهند و شما نمی خواهید نزد من بیایید تا که حیات یابید. جلال را از مردم قبول نمی کنم، لیکن شما را می شناسم
در دل خود محبت خدا را ندارید. من به اسم پدر خود آمدم و مرا قبول نمی کنید و اگر دیگری به اسم خودش بیاید وی را قبول خواهید کرد. شما چطور می توانید ایمان آورید در صورتی که جلال از یکدیگر می طلبید، لیکن جلالی را که از خدای یگانه است طالب نیستید؟ گمان نکنید که من نزد پدر بر شما دعوای خواهم کرد. دعواگر بر شما موسی می باشد که به وی امید بسته اید. زیرا که اگر شما به موسی ایمان می داشتید به من هم ایمان می آوردید، چون که وی درباره من نوشته است. مادامی که شما به نوشته های وی ایمان ندارید، به سخنان من چگونه ایمان خواهید آورد؟ یوحنا باب 6. پس از آن عیسی به آن طرفی بحر جلیل یا بحر تبریه رهسپار شد و مردم بسیاری از عقیب او روانه شدند، زیرا آن معجزاتی را که به بیماران نشان میداد میدیدند. عیسی به کوه برآمده با شاگردان خود در آنجا نشست. عید فسح یهودیان نزدیک بود. عیسی چشم انداخته دید که مردم بسیاری نزد او می آیند و به فیلیپوس گفت: از کجا نان بخریم که اینها بخورند؟ لیکن این را برای آزمایش به وی گفت، زیرا خود می دانست چی باید کرد. فیلیپوس در جواب او گفت: 200 دینار برای آنها کفایت نمی کند تا که هر یکی اندکی نان بخورند. یکی از شاگردانش اندریاس برادر شیمعون پتروس به او گفت: در اینجا پسری هست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، لیکن برای این قدر آدم چی می شود؟ عیسی گفت: مردم را شنانید. در آنجا سبزه بسیار بود و مردم که قریب 5000 مرد بودند نشستند. عیسی نانها را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به نشستگان دادند و همچنین از ماهی ها نیز به قدری که خواستند. و چون سیر شدند عیسی به شاگردان گفت: پاره های باقی مانده را جمع کنید تا که چیزی تلف نشود. و جمع کرده از پاره های 5 نان جو که از خورندگان زیادتی مانده بود 12 سبد را پر کردند. وقتی که مردم این معجزه را که عیسی نشان داد دیدند گفتند: این حقیقتا آن پیغمبر است که باید به جهان بیاید. لیکن عیسی چون دریافت که میخواهند آمده او را به زوری برند و پادشاه کنند، باز تنها به کوه برآمد. شامگاهان شاگردانش به لب بحر فرآمدند و به قایق سوار شده به آن طرفی بحر سوی کفرنهم روانه شدند و هوا تاریک شد و عیسی نزد آنها نآمده بود و باد شدیدی وزیده بحر به تلاطم آمد. وقتی که به دوری تقریباً 25 یا 30 استادیه قایق رانده بودند، عیسی را دیدند که بر بحر قدم زده به قایق نزدیک می آید و هراسان شدند. لیکن او به آنها گفت: این منم، نترسید. آنها می‌خواستند او را به قایق درآورند. همان دم قایق به ساحلی که سوی آن روانه بودند رسید. فردای آن مردمی که در آن طرف بحر ایستاده بودند دیدند که در آنجا هیچ قایقی نبود جز آن که شاگردان او داخل آن شده بودند و عیسی با شاگردان خود به آن ندرآمده بود، بلکه شاگردانش تنها رفته بودند. لیکن قایق‌های دیگری از تبریه نزدیک همان جایی که پس از برکت دادن خداوند نان خورده بودند رسیدند. و چون مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، آنها نیز به قایق‌ها سوار شده به جستجوی عیسی به کفرنهم آمدند و او را در آن طرفی بحر یافته به او گفتند: ای استاد، کی به اینجا آمدی؟ عیسی در جواب آنها گفت: براستی به شما میگویم
مرا نه به سبب معجزاتی که دیدید بلکه به آن سبب جستجو میکنید که نان خورده سیر شدید. نه از برای غذای فانی بلکه برای غذای سعی و کوشش کنید که تا حیات جاودانی باقی میماند. و پسر آدم آن را به شما خواهد داد، زیرا که خدای پدر بر او مهر زده است. به او گفتند: چی باید کنیم که اعمال پسندیده خدا را به جا آورده باشیم؟ عیسی در جواب آنها گفت: عمل پسندیده خدا این است که به آن کسی که او فرستاد ایمان آورید. به او گفتند: پس چه علامتی تو نشان میدهی تا که دیده به تو ایمان آوره؟ چی کار میکنی؟ پدران ما در بیابان من خوردند، چنان که نوشته شده است: از آسمان با آنها نان عطا کرد تا بخورند. عیسی به آنها گفت: براستی به شما میگویم موسی نان را به شما از آسمان نداده است، بلکه پدر من نان حقیقی را به شما از آسمان میدهد. زیرا نان خدا آن کسی است که از آسمان نازل شده و جهان حیات میبخشد. آنگاه به او گفتند: ای آقا، همیشه این نان را به ما بده. عیسی به آنها گفت: من نان حیات هستم. کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نخواهد ماند، و کسی که به من ایمان آورد هرگز تشنه نخواهد ماند. لیکن من به شما گفتم که مرا نیز دیده اید و ایمان نمی آورید. هر آنچه پدر به من عطا کند نزد من خواهد آمد، و هر که نزد من آید به در نخواهم راند. زیرا از آسمان نازل شدم نه از برای آن که به اراده خود عمل کنم، بلکه به اراده فرستنده خود. و اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم، بلکه در روز واپسین آن را احیا کنم. و اراده فرستنده من این است که هر کی پسر را دید و به او ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد، و من در روز واپسین وی را احیا خواهم کرد. یهودیان از او شکایت کردند، زیرا گفته بود که منم آن نانی که از آسمان نازل شد. و گفتند: آیا این عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را میشناسیم؟ پس چطور میگوید که من از آسمان نازل شدم؟ عیسی در جواب آنها گفت: و یکدیگر شکایت نکنید. هیچ کس نمیتواند نزد من آید مگر این که پدری که مرا فرستاد وی را جلب کند، و من وی را در روز واپسین احیا خواهم کرد. در صحف انبیا نوشته شده است: و همه از خدا تعلیم خواهند یافت. و هر که از پدر شنیده و تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. نه اینکه کسی پدر را دیده است، جز آن که از جانب خداست او پدر را دیده است. براستی به شما می گویم هر که به من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من خوردند و مردند، ولیکن اینجا نان است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. کسی که از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من عطا میکنم بدن من است که آن را برای حیات جهان میبخشم. یهودیان با هم دیگر مباحثه کرده میگفتند: چطور این شخص میتواند بدن خود را بدهد تا ما بخوریم؟ عیسی به آنها گفت: براستی به شما میگویم اگر بدن پسر آدم را نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید. هر کی بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد حیات جاودانی دارد، و من در روز واپسین وی را احیا خواهم کرد. زیرا که بدن من غذای حقیقی است و خون من نوشاکی حقیقی است. هر کی بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد در من میماند و من در وی. چنان که پدر حی مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، همچنین کسی که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد.
این است نانی که از آسمان نازل شد، نه آنچنان که پدران شما من را خوردند و مردند. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. این سخنان را هنگامی که در کفرنائوم تعلیم می‌داد در کنیشت گفت. بسیاری از شاگردان او این را شنیده گفتند: این سخنی سخت است، کی میتواند آن را بشنود؟ چون عیسی در دل خود دانست که شاگردانش در این بابت شکایت میکنند، به آنها گفت: آیا این شما را به وسوسه می اندازد؟ پس اگر پسر آدم را بینید که به مقام اولش صعود می کند، چی خواهید گفت؟ روح است که حیات می باشد، لیکن از جسم فایده نیست. سخنانی که من به شما می گویم روح و حیات است، لیکن بعضی از شما هستند که ایمان ندارند. زیرا عیسی از ابتدا می دانست که کیها ایمان ندارند و کی او را تسلیم خواهد کرد و گفت: از این سبب به شما گفتم که هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر این که پدر من این را به وی عطا کند. از آن وقت بسیاری از شاگردانش از او دور شده دیگر او را پیروی نکردند. و عیسی به آن 12 گفت: آیا شما هم می خواهید مرا ترک کنید؟ شیمعون پتروس در جواب او گفت: خداوندا، نزدیکی برویم. سخنان حیات جاویدانی نزد توست و ما ایمان آوردیم و دانستیم که تو مسیح پسر خدای حی هستی. عیسی در جواب آنها گفت: آیا من شما 12 را انتخاب نکردم و حالان که یکی از شما ابلیس است؟ این را او درباره یهودا پسر شیمعون اسکریوت گفت، زیرا وی که یکی از آن 12 بود میخواست او را تسلیم کند. یوحنا باب 7. پس از آن عیسی در جلیل میگشت، زیرا نمیخواست در یهودا باشد، چون که یهودیان قصد کشتن او داشتند و عید یهودیان که عید خیمه ها باشد نزدیک بود. پس برادرانش به او گفتند: اینجا را ترک کرده به یهودا روانه شو، تا که شاگردانت نیز آن اعمالی را که تو به جا می آوری ببینند. زیرا کسی که می خواهد مشهور شود در پنهانی عمل نمی کند. اگر تو چنین اعمال را به جا می آوری، خود را به جهان بینما. زیرا برادرانش نیز به او ایمان نآورده بودند. عیسی به آنها گفت: وقتی من هنوز نرسیده است، لیکن برای شما هر وقت مناسب است. جهان نمی تواند به شما عداوت داشته باشد، لیکن به من عداوت دارد، چون که من بر آن شهادت می دهم که اعمالش بد است. شما به این عید بروید، اما من حالا به این عید نمی روم، چون که وقت من هنوز پر نشده است. این را به آنها گفته در جلیل ماند. وقتی که برادرانش به عید آمدند، او نیز آمد، نه آشکارا بلکه پنهانی. اما یهودیان او را در عید جستجو نموده می گفتند: و کجاست؟ و در میان مردم درباره او گفتگوی بسیاری بود. بعضی ها می گفتند: او نیکوست. اما دیگران می گفتند: نه، او مردم را گمراه می کند. لیکن از ترس یهودیان هیچ کس درباره او آشکارا سخن نمی گفت. چون نصف عید گذشت، عیسی به معبد آمده تعلیم داد و یهودیان در حیرت افتاده گفتند: این شخص نوشته ها را چگونه می داند در صورتی که هرگز تعلیم نیافته است؟ عیسی در جواب آنها گفت: تعلیم من از آن من نیست، بلکه از آن فرستنده من است. اگر کسی خواهد اراده او را به عمل آورد، درباره این تعلیم خواهد دانست که آیا آن از خداست یا که من از خود سخن می گویم. هر که از خود سخن گوید جلال خود را می جوید، ولی هر که جلال فرستنده خود را می جوید او حقیقی است و در او ناراستی نیست. آیا موسی به شما شریعت را نداد و کسی از شما از روی شریعت عمل نمی کند؟
چرا میخواهید مرا بکشید؟ مردم در جواب گفتند: تو دیو داری، کی میخواهد تو را بکشد؟ عیسی در جواب آنها گفت: یک کار کردم و همه شما در حیرت ماندید. موسی به شما ختنه را داد که آن نه از موسی بلکه از پدران بود و شما پسران خود را در روز شنبه ختنه میکنید. مادامی که پسران را در روز شنبه ختنه میکنند تا که شریعت موسی ویران نشود، پس چرا بر من خشمگین میشوید که در روز شنبه کسی را شفای کامل دادم؟ از روی نمود ظاهری داوری نکنید بلکه از روی عدالت داوری کنید. آنگاه بعضی از اهل یروشلیم گفتند: آیا این همان کسی نیست که او را میخواهند بکشند؟ اینکو آشکارا سخن میگوید و به او چیزی نمیگوید. آیا سرداران یقین دانستند که او در حقیقت مسیح است؟ لیکن ما میدانیم که این شخص از کجاست، اما چون مسیح آید کسی نخواهد دانست که او از کجاست. و عیسی وقتی که در معبد تعلیم میداد ندا کرده گفت: مرا میشناسید و نیز میدانید که من از کجا هستم و من از خود نآمدم، ولی فرستنده من حقیقی است که شما او را نمیشناسید. اما من او را میشناسم، چون که من از جانب او هستم و او مرا فرستاده است. آنگاه خواستند او را دستگیر کنند، ولی کسی دست بر او نانداخت، چون که هنوز ساعتش نرسیده بود. لیکن بسیاری از مردم به او ایمان آوردند و گفتند: چون مسیح آید نخود که از این شخص بیشتر علامات نشان خواهد داد. و فریسیان شنیدند که مردم درباره او چنین میگویند، پس فریسیان و سرکاهنان ملازمان را فرستادند تا که او را دستگیر کنند. و عیسی گفت: باز مدت کمی من نزد شما هستم، پس از آن نزد فرستنده خود می روم. شما مرا خواهید جست و نخواهید یافت و به آن جایی که من هستم نمی توانید بیایید. و یهودیان به یکدیگر گفتند: او به کجا می خواهد برود که ما او را یافته نتوانیم؟ آیا می خواهد نزد آنهایی برود که در بین یونانیان پراکنده هستند و یونانیان را تعلیم دهد؟ چیست معنای سخنانی که او گفت: مرا خواهید جست و نخواهید یافت و به آن جایی که من هستم نمی توانید بیایید؟ و در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده ندا کرد و گفت: هر که تشنه باشد نزد من بیاید و بنوشد. هر که به من ایمان آورد، چنان که در نوشته ها گفته شده است، از بطن وی نهرهای آب حیات جاری خواهد شد. این سخن را او درباره روح گفت که هر کی به او ایمان آورد آن را خواهد یافت، زیرا که روح القدس هنوز عطا نشده بود، چون که عیسی هنوز جلال نیافته بود. بسیاری از مردم این سخن را شنیده گفتند: در حقیقت این شخص همان پیغمبر است. بعضی ها گفتند: این مسیح است. لیکن دیگران گفتند: مگر مسیح از جلیل می آید؟ آیا در نوشته ها گفتن نشده است که مسیح از نسل داوود و از بیت لحم که دیه داوود بود باید آید؟ به همین طریق درباره او در بین مردم اختلاف افتاد. بعضی از آنها خواستند او را دستگیر کنند، لیکن کسی به او دست نانداخت. پس ملازمان نزد سرکاهنان و فریسیان برگشتند و آنها پرسیدند: چرا او را نآوردید؟ ملازمان جواب دادند: کسی هرگز مانند این شخص سخن نگفته است. فریسیان به آنها گفتند: آیا شما نیز گمراه شده اید؟ آیا کسی از سرداران یا از فریسیان به او ایمان آورده است؟ اما این مردمی که شریعت را نمی دانند ملعون می باشند. نیقودیموس که شبانه نزد او آمده بود و یکی از آنها بود به آنها گفت: آیا شریعت ما کسی را محکوم می نماید به آنکه اول سخنش را بشنود و بداند که وی چی کار کرده است؟ آنها در جواب وی گفتند: مگر تو نیز جلیلی هستی؟
تحقیق کن و ببین، زیرا که هیچ پیغمبر از جلیل ظهور نکرده است. پس هر کس به خانه خود رفت. یوحنا باب 8. لیکن عیسی به کوه زیتون رفت و بامدادان باز به معبد آمد و تمام مردم نزد او آمدند و او نشسته آنها را تعلیم می‌داد. در این وقت کتابدانان و فریسیان زنی را که در عمل زنا دستگیر شده بود نزد او آوردند و در میانه به پا نهاده به او گفتند: استاد، این زن در عمل زنا دستگیر شد و موسی در شریعت به ما گفته است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو چی میگویی؟ این را برای آزمایش به او گفتند تا که دلیل یافته او را عیبدار کنند. لیکن عیسی خم شده با انگشتش بر روی زمین چیزی می نوشت. چون در سوال اصرار نمودند، او راست شده به آنها گفت: آن که از شما بیگناه است اولین کسی باشد که به وی سنگ اندازد. و باز خم شده بر زمین نوشتن گرفت. چون شنیدند وجدانشان ناراحت شد و از پیران سر کرده تا کسی آخرین پس یکدیگر برآمده رفتند و عیسی تنها ماند و زن در میانه به پا می ایستاد. عیسی چون راست شد و غیر از زن هیچ کس را ندید، به وی گفت: ای زن، دعواگران تو کجا شدند؟ آیا کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت: هیچ کسی ای آقا. عیسی به وی گفت: من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. و عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. هر که مرا پیروی کند در تاریکی راه نپیماید، بلکه نور حیات را یابد. آنگاه فریسیان به او گفتند: تو بر خود شهادت میدهی، شهادت تو راست نیست. عیسی در جواب آنها گفت: گرچند که من بر خود شهادت میدهم، شهادت من راست است، زیرا من میدانم که از کجا آمدم و به کجا میروم. لیکن شما نمیدانید که من از کجا آمدم و به کجا میروم. شما از روی جسم داوری میکنید، ولی من هیچ کس را داوری نمیکنم. و اگر من داوری کنم، داوری من راست است، چون که من تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد با من است. و نیز در شریعت شما نوشته شده است که شهادت دو کس راست است. من بر خود شهادت میدهم و نیز پدری که مرا فرستاد بر من شهادت میدهد. با او گفتند: پدر تو کجاست؟ عیسی جواب داد: شما نه مرا میشناسید و نه پدر مرا. اگر مرا میشناختید، پدر مرا نیز میشناختید. این سخنان را عیسی در نزد گنجینه هنگامی که در معبد تعلیم میداد گفت و هیچ کس او را دستگیر نکرد، چون که ساعت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به آنها گفت: من میروم و شما مرا خواهید جست و در گناه خود خواهید مرد. با آن جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. یهودیان گفتند: نخود که او میخواهد خود را بکشد. کی میگوید با آن جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید؟ با آنها گفت: شما از پایین میباشید، من از بالا. شما از این جهان هستید، لیکن من از این جهان نیستم. از این سبب به شما گفتم که در گناه های خود خواهید مرد. زیرا اگر ایمان نآورید که این من هستم، در گناه های خود خواهید مرد. با او گفتند: تو کیستی؟ عیسی به آنها گفت: همانم که از اول هم به شما گفتم. من چیزهای بسیار دارم که در حق شما بگویم و داوری کنم، لیکن فرستنده من حقیقی است و من هرچی از او شنیدم به جهان میگویم. آنها نفهمیدند که او به آنها درباره پدر سخن میگوید. عیسی به آنها گفت: وقتی که پسر آدم را بلند برداشتید، خواهید فهمید که این من هستم و هیچ عمل را از خودم نمی کنم،
بلکه آنچه را که پدرم به من تعلیم داد میگویم. فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا که من همیشه اعمال پسندیده او را به جا می آورم. چون این را گفت بسیار کسان به او ایمان آوردند. آنگاه عیسی به یهودیانی که به او ایمان آوردند گفت: اگر شما در کلام من بمانید، حقیقتا شاگردان من خواهید بود و راستی را خواهید شناخت و راستی شما را آزاد خواهد کرد. به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هیچگاه غلام کسی نبودیم. پس چیسان تو میگویی که آزاد خواهد شد؟ عیسی در جواب آنها گفت: براستی به شما میگویم، هر که گناه میکند غلام گناه است. لیکن غلام همیشه در خانه نمیماند، پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد کند، حقیقتا آزاد خواهید بود. میدانم که فرزندان ابراهیم هستید، لیکن میخواهید مرا بکشید، چون که کلام من در شما نمیگنجد. من آنچه نزد پدر خود دیدم میگویم و شما آنچه نزد پدر خود دیده اید میکنید. آنها در جواب او گفتند: پدر ما ابراهیم است. عیسی به آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم می بودید، اعمال ابراهیم را به جا می آوردید، ولیکن حالا می خواهید مرا بکشید. و من شخصی هستم که راستی را آنچنان که از خدا شنیدم به شما می گویم. ابراهیم چنین کار نکرده است، شما اعمال پدر خود را می کنید. به او گفتند: ما از زنا تولد نیافتیم، ما یک پدر داریم که خدا باشد. عیسی به آنها گفت: اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، چون که من از جانب خدا برآمده نزد شما آمدم. زیرا که من به اراده خود نآمدم، بلکه او مرا فرستاد. چرا کلام مرا نمی فهمید؟ چون که کلام مرا نمی توانید بشنوید. پدر شما ابلیس است و شما می خواهید آرزوهای پدر خود را به عمل آورید. و از ابتدا قاتل بود و در راستی ثابت نماند، زیرا که در وی راستی نیست. وقتی که وی سخن دروغ میگوید، از آن خود را میگوید، زیرا که وی دروغ گوی و پدر دروغ است. لیکن از بس که من سخن راست را به شما میگویم، به من ایمان نمی آورید. کیست از شما که مرا به گناه طعنه زده تواند؟ پس اگر من سخن راست را گویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به آن سبب گوش نمی دهید که از خدا نیستید. آنگاه یهودیان در جواب او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی جواب داد: من دیو ندارم، بلکه پدر خود را حرمت می کنم. ولی شما به من به حرمتی می کنید. من جلال خود را طالب نیستم، یکی هست که طالب و داور می باشد. براستی به شما می گویم، کسی که کلام مرا رعایت کند تا ابد مرگ را نخواهد دید. یهودیان به او گفتند: اکنون دانستیم که تو دیو داری. ابراهیم و انبیا مردند، ولی تو میگویی کسی که کلام مرا رعایت کند تا ابد مزه مرگ را نخواهد چشید. آیا تو از پدر ما ابراهیم که مرد و از انبیا که نیز مردند بزرگتر هستی؟ تو خود را کی میدانی؟ عیسی جواب داد: اگر من خود را جلال دهم، جلال من هیچ چیزی نباشد. مرا پدر من جلال می بخشد که در حق شما می گوید او خدای ماست و او را نشناخته اید، لیکن من او را می شناسم. و اگر بگویم که او را نمی شناسم، مثل شما دروغگوی می شوم. لیکن من او را می شناسم و کلام او را رعایت می کنم. پدر شما ابراهیم شاد بود که روزی مرا ببیند و دید و شاد گردید. یهودیان به او گفتند: هنوز 50 ساله هم نیستی و تو ابراهیم را دیده ای؟ عیسی به آنها گفت: براستی به شما میگویم،
پیش از آن که ابراهیم پیدا شد من هستم. آنگاه سنگ برداشتند تا که او را سنگسار کنند، لیکن عیسی پنهان شد و از میان آنها گذشته از معبد بیرون شد و رفت. یوحنا باب 9. و چون می رفت یک کوری مادرزاد را دید و شاگردانش از او پرسیده گفتند: ای استاد، کی گناه کرد؟ این آدم یا پدر و مادرش که وی کور زاییده شد؟ عیسی جواب داد: نه این آدم گناه کرد و نه پدر و مادرش، بلکه برای آن که در وی اعمال خدا آشکار گردد. تا وقتی که روز است من باید اعمال فرستنده خود را به جا آورم. شب که آید هیچ کس نمیتواند کاری بکند. تا وقتی که من در جهان هستم نور جهانم. این را گفته آب دهان بر زمین انداخت و با آن آب گیل ساخت و آن گیل را بر چشمان کور مالید و به وی گفت: برو و در حوض شلوه که معنایش فرستاده می باشد خود را بشوی. وی رفته خود را شست و بینا شده آمد. همسایگان و کسانی که پیش از آن وی را در حالت کوری دیده بودند گفتند: آیا این همان نیست که نشسته گدایی میکرد؟ بعضی گفتند: همان است. و بعضی گفتند: فقط به وی مانند است. ولی خودی وی گفت: من همانم. به وی گفتند: پس چی طور چشمان تو باز شد؟ وی در جواب گفت: کسی که عیسی نامیده می شود گیل ساخته به چشمانم مالید و گفت: برو و در حوض شلوه خود را بشوی. من رفته خود را شستم و بینا شدم. به وی گفتند: او کجاست؟ گفت: نمیدانم. آن آدم را که پیشتر کور بود نزد فریسیان بردند. و آن روزی که عیسی گیل ساخته چشمان وی را واز کرد روز شنبه بود. فریسیان نیز از وی پرسیدند که چی طور بینا شد. به آنها گفت: گیل ساخته به چشمانم گذاشت و من خود را شسته بینا شدم. بعضی از فریسیان گفتند: آن شخص از جانب خدا نیست، چون که شنبه را نگاه نمی دارد. دیگران گفتند: چی طور یک شخص گناهکار چون این معجزات نشان داده می تواند؟ و در بین آنها اختلاف افتاد. باز با آن کور گفتند: درباره او که چشمان تو را گشاد چی میگویی؟ گفت: پیغمبر است. یهودیان باور نکردند که وی کور بود و بینا شد، تا اینکه پدر و مادری آن بینا شده را دعوت نموده از آنها پرسیدند: آیا این است پسر شما که میگویید کور زاییده شده است؟ پس چی طور وی الحال بینا شده است؟ پدر و مادر وی در جواب آنها گفتند: ما میدانیم که این پسر ماست و کور زاییده شده است، لیکن الحال چی طور بینا شده است نمیدانیم و چشمان وی را کی باز کرده است نمیدانیم. وی بالغ است، از خودش پرسید تا احوال خود را بیان کند. پدر و مادرش چنین گفتند چون که از یهودیان می ترسیدند، زیرا که یهودیان الکی زبان یک کرده بودند که هر کی او را چون مسیح اعتراف نماید از کنیشت برانند. از این سبب پدر و مادرش گفتند که وی بالغ است، از خودش پرسید. آنگاه باری دیگر آن آدم را که کور بود طلبیده گفتند: خدا را ثنا گوی، ما میدانیم که آن شخص گناهکار است. در جوابشان گفت: آیا گناهکار است یا نه نمیدانم. یک چیز را میدانم که کور بودم و حالا بینا هستم. باز به وی گفتند: با تو چی کار کرد؟ چی طور چشمانی تو را باز کرد؟ به آنها جواب داد: الکی به شما گفتم و گوش ندادید. چرا میخواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما نیز میخواهید شاگردان او شوید؟ وی را مذمت نموده گفتند: تو شاگرد او هستی، ما شاگردان موسییم. ما میدانیم که خدا به موسی سخن گفت، لیکن این شخص را نمیدانیم از کجاست.
آن آدم در جواب آنها گفت: این عجیب است که شما از کجا بودنی او را نمیدانید و حال آنکه او چشمان مرا باز کرد. ما میدانیم که خدا دعای گناهکاران را نمیشنود، لیکن اگر کسی خدا ترس باشد و اراده او را بجا آورد، دعایش را میشنود. هرگز شنیده نشده است که کسی چشمان کور مادرزاد را باز کرده باشد. اگر او از جانب خدا نمی بود، هیچ کار کرده نمی توانست. در جواب وی گفتند: تو که کاملا در گناه تولد یافته ای، ما را تعلیم می دهی؟ پس وی را بدر راندند. عیسی چون شنید که وی را بدر راندند، وی را یافته گفت: آیا تو به پسر آدم ایمان داری؟ در جواب گفت: ای آقا، او کیست تا که به او ایمان آورم؟ عیسی به وی گفت: تو را دیده ای و او همان است که حالا با تو گفتگو می کند. گفت: ایمان دارم خداوندا. و به او سجده کرد. و عیسی گفت: من برای داوری به این جهان آمدم تا که کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که نزد او بودند چون شنیدند به او گفتند: نخواد که ما هم کور باشیم. عیسی به آنها گفت: اگر کور می بودید گناه نمی داشتید، اما چون می گویید که بینا هستید، پس گناه شما می ماند. یوحنا باب 10. براستی به شما می گویم، هر کی به آغل گوسفند از در ندرآید بلکه از راه دیگر داخل شود، وی دوست و راهزن است. لیکن هر کی از در درآید، وی چوپان گوسفندان است. دربان در را برای وی می کشاید. گوسفندان به آواز وی گوش می دهند. وی گوسفندان خود را نام به نام می خواند و بیرون می برآورد. چون گوسفندان خود را برآورد، پیشا پیش آنها می رود و گوسفندان از عقیب وی می روند، چون که آوازش را می شناسند. لیکن از عقیب کسی بیگانه نمی روند، بلکه از وی می گریزند، چون که آواز بیگانه را نمی شناسند. همین مثل را عیسی به آنها گفت، لیکن آنها نفهمیدند که او به آنها چی گفت. باز عیسی به آنها گفت: براستی به شما می گویم، من برای گوسفندان در هستم. همه کسانی که پیش از من آمدند دوست و راهزن هستند، لیکن گوسفندان به آواز آنها گوش ندادند. من در هستم. هر کی به وسیله من داخل شود نجات می یابد و به درون و بیرون می رود و چراگاه پیدا می کند. دوست می آید تا که بدزدد، بکشد و تلف کند. من آمدم تا که آنها حیات یابند و آن را به فراوانی داشته باشند. من چوپان نیکم. چوپان نیک جان خود را برای گوسفندان فدا می کند. لیکن مزدوری که چوپان نیست و گوسفندان از آن خودش نیستند، چون ببیند که گرگ می آید، گوسفندان را مانده می گریزد و گرگ گوسفندان را می گیرد و پراکنده می کند. مزدور می گریزد چون که مزدور است و غم گوسفندان را نمی خورد. من چوپان نیکم و منسوبان خود را می شناسم و منسوبانم مرا می شناسند. چنان که پدر مرا می شناسد، من هم پدر را می شناسم و جان خود را برای گوسفندان فدا می کنم. من گوسفندان دیگر نیز دارم که از این عاقل نیستند و آنها را نیز باید آورم. آنها نیز آواز مرا خواهند شنید و یک رمه و یک چوپان خواهند شد. از این سبب پدر مرا دوست می دارد که من جان خود را فدا می کنم تا که آن را باز یابم. هیچ کس آن را از من نمی گیرد، بلکه خود من آن را فدا می کنم. قدرت دارم که آن را فدا کنم و قدرت دارم که آن را باز یابم. این حکم را از پدر خود گرفتم. به سبب این سخنان باز در بین یهودیان اختلاف افتاد. بسیاری از آنها گفتند: او دیو دارد و دیوانه است، چرا به سخنانش گوش می دهید؟ دیگران گفتند: این سخنان دیوانه نیست،
آیا دیو میتواند چشم کوران را باز کند؟ در یروشلیم عید تجدید برپا شد و زمستان بود و عیسی در معبد در رواق سلیمان میگشت. یهودیان گرد او را گرفته به او گفتند: تا کی ما را در تردید میگذاری؟ اگر تو مسیح باشی آشکارا بگو. عیسی به آنها جواب داد: من به شما گفتم و ایمان نآوردید. اعمالی که من به اسم پدر خود به جا می آورم بر من شهادت می دهد. لیکن شما ایمان نمی آورید، زیرا که از گوسفندان من نیستید، چنان که به شما گفتم. گوسفندان من به آواز من گوش می دهند و من آنها را می شناسم و آنها مرا پیروی می کنند و من به آنها حیات جاودانی می بخشم و آنها تا ابد تلف نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من کشیده گیرد. پدری که آنها را به من داد از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من کشیده گیرد. من و پدر یک هستیم. باز یهودیان سنگ برداشتند تا که او را سنگسار کنند. عیسی به آنها جواب داد: از جانب پدر خود به شما بسیار اعمال نیک نشان دادم. از برای کدام آنها مرا سنگسار میکنید؟ یهودیان در جواب او گفتند: تو را برای عمل نیک سنگسار نمی کنیم، بلکه برای کفر، زیرا تو که آدم هستی خود را خدا می خوانی. عیسی به آنها جواب داد: آیا در شریعت شما نوشته نشده است؟ من گفتم شما خدایان هستید. اگر آنهایی را که کلام خدا سویشان نازل شد خدایان خوانده است و نوشته نمیتواند باطل شود، پس به کسی که پدر او را تقدیس کرده به جهان فرستاد، چطور شما میگویید که کفر میگویی؟ چون که گفتم پسر خدا هستم. اگر اعمال پدر خود را به جا نمی آورم به من ایمان نآورید، و اگر به جا می آورم هرچند شما به من ایمان نمی آورید، پس به اعمال ایمان آورید تا بدانید و باور کنید که پدر در من است و من در او. آنگاه باری دیگر خواستند او را دستگیر کنند، لیکن او از دستشان رها شد و باز به آن طرف اردن به همان جایی که پیشتر یحیی تعمید می‌داد رفت و در آنجا ماند. و بسیار کسان نزد او آمدند و گفتند: یحیی هیچ معجزه نشان نداد، لیکن هر آنچه یحیی درباره این شخص گفت راست بود. و بسیار کسان در آنجا به او ایمان آوردند. یوحنا باب 11. شخص لازار نام بیمار بود، از اهل بیتهینی که دیهه مریم و خواهرش مرتا بود. مریم همان بود که خداوند را با روغن اطرافشان تدهین کرده پایهای او را با موی خود خشکانید. لازار بیمار برادری وی بود و خواهران به او کس فرستاده گفتند: خداوندا، اینک آن کسی که دوست می‌داری بیمار است. چون عیسی شنید گفت: این کسلی برای مرگ نیست، بلکه برای جلال خداست، تا که پسر خدا به وسیله آن جلال یابد. عیسی مرتا و خواهر وی و لازار را دوست می داشت. چون شنید که وی بیمار است، در جایی که بود 2 روز ماند. پس از آن به شاگردانش گفت: باز به یهودا برویم. شاگردانش به او گفتند: ای استاد، بسیار نگذشته است که یهودیان میخواستند تو را سنگسار کنند و تو میخواهی باز به آنجا بروی؟ عیسی جواب داد: آیا روز 12 ساعت نیست؟ کسی که روزانه راه می رود پیش پا نمی خورد، چون که نور این جهان را می بیند. لیکن هر که شبانه راه می رود پیش پا می خورد، چون که در وی نور نیست. این را به زبان راند و پس از آن به آنها گفت: دوست ما لازار خفته است، لیکن من می روم تا که وی را بیدار کنم. شاگردانش گفتند: خداوندا، اگر خفته باشد شفا خواهد یافت. عیسی درباره وفات وی سخن می راند، لیکن آنها گمان کردند که درباره خواب مقرری سخن می راند.
آنگاه عیسی به آنها آشکارا گفت: لازار مرده است و برای شما شادم که در آنجا نبودم تا که ایمان آورید، ولی اکنون نزد وی برویم. توما که ایکیزک نامیده میشد به شاگردان گفت: بیایید ما هم برویم تا که با او بمیریم. چون عیسی آمد فهمید که وی 4 روز باز در قبر می باشد. بیتینی در نزدیکی یروشلیم به مسافه تقریباً 15 استادیه واقع بود و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا که برای برادرشان آنها را تسلی دهند. چون مرتا شنید که عیسی می آید به پیشواز او بیرون رفت، لیکن مریم در خانه ماند. مرتا به عیسی گفت: خداوندا، اگر تو در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. لیکن حالا نیز می دانم که هرچی از خدا طلب کنی خدا آن را به تو خواهد داد. عیسی به وی گفت: برادر تو احیا خواهد شد. مرتا به او گفت: می دانم که در قیامت در روز واپسین احیا خواهد شد. عیسی به وی گفت: من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد اگر بمیرد هم زنده خواهد شد، و هر که زنده باشد و به من ایمان آورد تا ابد نخواهد مرد. آیا به این ایمان داری؟ به او گفت: آره خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح پسر خدا هستی، آن شخص که به جهان می آید. چون این را گفت، رفت خواهر خود مریم را پنهانی خواند و گفت: استاد اینجاست و تو را می طلبد. این را شنیده وی زود برخاست و نزد او آمد. عیسی هنوز به دیه وارد نشده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا او را پیشواز گرفت. یهودیانی که در خانه با وی بودند و تسلی می دادند، چون دیدند که مریم زود برخاسته بیرون رفت، از پی وی روانه شدند با گمان آن که به سر قبر می رود تا که در آنجا گریه کند. چون مریم به آن جایی که عیسی بود آمد، او را دیده به پایهای او افتاد و گفت: اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقتی که وی را اشک ریزان و یهودیان با وی آمده را نیز گریان دید، از دل آه المناکی کشید و مضطرب شد و گفت: وی را کجا گذاشته اید؟ با او گفتند: خداوندا، بیا و ببین. عیسی گریه کرد. یهودیان گفتند: بینگرید چقدر وی را دوست می داشت. بعضی از آنها گفتند: آیا این شخص که چشمان کور را باز کرد نمی توانست عملی بکند تا که این هم نمیرد؟ عیسی در حالتی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد و آن یک غاری بود که سنگی بر دهانش گذاشته بودند. عیسی گفت: سنگ را بردارید. مرتا خواهر مرده با او گفت: خداوندا، الکی بدبوی شده است، زیرا که 4 روز باز در اینجاست. عیسی به وی گفت: آیا به تو نگفتم که اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از آن جایی که مرده گذاشته شده بود برداشتند. عیسی چشمان خود را سوی آسمان بالا کرده گفت: ای پدر، تو را شکر میکنم که سخن مرا شنیدی و من میدانستم که همیشه سخن مرا میشنوی، لیکن برای مردمی که در اینجا ایستادند گفتم تا ایمان آورند که تو مرا فرستاده ای. چون این را گفت با آوازی بلند ندا کرد: ای لازار، بیرون آی. و مرده که دستها و پایهایش به کفن پیچیده و رویش با رویمال پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت: وی را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیان که با مریم آمده بودند چون عمل عیسی را دیدند به او ایمان آوردند. لیکن بعضی از آنها نزد فریسیان رفته آنچه عیسی کرده بود به آنها گفتند:
سرکاهنان و فریسیان در شورای پیران جمع آمدند و گفتند: چی باید کرد؟ این شخص معجزات زیادی نشان می‌دهد. اگر او را چنین واگذاریم، همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان آمده کشور و قوم ما را خواهند گرفت. یکی از آنها که قیافا نام داشت و در آن سال سرکاهن بود گفت: شما چیزی نمی‌دانید و فکر هم نمی کنید که برای ما بهتر است اگر یک کس به خاطر قوم بمیرد و تمام قوم نابود نشود. لیکن وی این را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال سرکاهن بود نبوت کرد که عیسی باید برای قوم بمیرد و نه تنها برای قوم بلکه نیز برای آن که فرزندان خدا را که پراکنده هستند یک جایه کند. از همان روز مصلحت را به یک جا ماندند که او را بکشند. بنابراین عیسی دیگر در میان یهودیان آشکارا نمی گشت، بلکه از آنجا به موضعی که نزدیک بیابان بود به شهری که افرایم نام داشت روانه شد و با شاگردان خود در آنجا ماند. چون عید فسح یهودیان نزدیک شد، مردم بسیاری از هر طرف مملکت پیش از فسح به یروشلیم آمدند تا که خود را تطهیر نمایند. و آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد ایستاده به یکدیگر می گفتند: فکر شما چیست؟ آیا او بعید نمی آید؟ لیکن سرکاهنان و فریسیان فرمان داده بودند که اگر کسی داند که او کجاست باید خبر دهد تا که او را دستگیر کنند. یوحنا باب 12. 6 روز پیش از عید فسح عیسی به بیتانی آمد، به آنجا که لعازر مرده را از مردگان احیا کرده بود. در آنجا برای او طعام شام حاضر کردند و مرتا خدمت می‌کرد و لعازر یکی از آنهایی بود که با او بر سر سفره می‌نشستند. آنگاه مریم رطلی از روغن اطرفشان سنبولی خالص گرانبها گرفته پایهای عیسی را تدهین کرد و پایهای او را با موی خود خشکانید و خانه از بوی روغن اطرفشان پر شد. و یکی از شاگردانش یهودا ابن شمعون اسخریوت که میخواست او را تسلیم کند گفت: چرا این روغن اطرفشان به 300 دینار فروخته نشد تا که به مسکینان تقسیم کرده داده شود؟ و این را نه از برای آن گفت که غمخوار مسکینان باشد، بلکه برای آن که دزد بود. همیان پول در دستش بود و از پولی که در آن می انداختند برای خود می گرفت. عیسی گفت: وی را آرام گذار، و این را برای روز دفن من سرشته کرده نگاه داشته است. زیرا که مسکینان هر وقت نزد شما هستند، لیکن من همیشه با شما نیستم. بسیاری از یهودیان چون خبر یافتند که او در آنجاست آمدند تا که نه تنها عیسی را بلکه نیز لعازر را که او از مردگان احیا کرده بود ببینند. آنگاه سرکاهنان قرار دادند که لعازر را نیز بکشند، چون که به خاطر وی بسیاری از یهودیان به آنجا می آمدند و به عیسی ایمان می آوردند. فردای آن مردم بسیاری که به عید آمده بودند چون شنیدند که عیسی به یروشلیم می آید، شاخه های درخت خرما را به دست گرفته و پیشواز او برآمدند و فریاد می کردند: هوشعنا، مبارک است پادشاه اسرائیل که به اسم خداوند می آید. و عیسی خرکره یافته بر آن سوار شد، چنان که نوشته شده است: نترس ای دختر سیون، اینک پادشاه تو بر کره سوار شده می آید. شاگردانش اول این چیزها را نفهمیدند، لیکن چون عیسی جلال یافت آنگاه به خاطر آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همچنان برای او به جا آورده شد. و مردمی که با او بودند شهادت دادند که او لعازر را از قبر خواند و از مردگان احیا کرد. به این سبب نیز مردم به پیشواز او برآمدند، زیرا شنیده بودند
که او چنین معجزه نشان داده است. لیکن فریسیان به یکدیگر گفتند: آیا میبینید که هیچ فایده نمیبرید؟ اینک تمام جهان از پی او میرود. در بین آنهایی که در عید برای عبادت آمده بودند بعضی یونانی ها بودند. آنها نزد فیلیپوس که از بیت سیدای جلیل بود آمدند و التماس نموده گفتند: ای آقا، ما میخواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس آمده به اندریاس گفت. بعد اندریاس و فیلیپوس به عیسی گفتند. عیسی در جواب آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر آدم جلال یابد. براستی به شما میگویم اگر دانه گندم در خاک افتادن نمیرد فقط خودش باقی میماند، لیکن اگر بمیرد دانه های فراوان می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را برباد می دهد و کسی که از جان خود در این جهان نفرت کند تا حیات جاودانی آن را نگاه خواهد داشت. هر که به من خدمت می کند باید مرا پیروی نماید و هر کجا که باشم خادم من نیز آنجا خواهد بود و هر که به من خدمت می کند پدر وی را محترم خواهد داشت. الحال جان من در اضطراب است. چی بگویم؟ ای پدر، مرا از این ساعت رها نما، اما محض برای همین ساعت من آمدم. ای پدر، اسم خود را جلال ده. در حال صدای از آسمان در رسید: جلال دادم و باز جلال خواهم داد. مردمی که در آنجا ایستاده بودند این را شنیده گفتند: رعد غورید. دیگران گفتند: فرشته با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت: این صدا نه از برای من بلکه برای شما آمد. الحال داوری بر این جهان است. الحال میر این جهان بدر رانده می شود و هنگامی که من از زمین بالا برده می شوم همه را سوی خود خواهم کشید. این را گفت تا اشارت کند که با چگونه مرگ او باید بمیرد. مردم در جواب او گفتند: ما از تورات شنیدیم که مسیح تا ابد باقی خواهد ماند. پس چه سان میگویی که پسر آدم باید بالا برده شود؟ این پسر آدم کیست؟ عیسی به آنها گفت: باز مدت کوتاه نور با شماست. تا آدمی که نور با شماست راه روید تا که ظلمات شما را فرا نگیرد و کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند که کجا می رود. تا آدمی که نور با شماست به نور ایمان آورید تا که پسران نور گردید. این سخنان را گفته عیسی از پیش آنها رفت و پنهان شد. با وجود معجزات بسیاری که در پیش نظرشان نشان داد آنها به او ایمان نآوردند تا سخن اشعیای نبی به عمل آید که گفته بود: خداوندا، کی با پیغام ما باور کرد و بازوی خداوند به کی آشکار گردید؟ بنابراین نتوانستند ایمان آورند، چنان که اشعیا باز گفته است: چشمان آنها را نابینا و دلهای آنها را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و رجوع نکنند تا که من آنها را شفا دهم. چنین گفت اشعیا هنگامی که جلال او را دید و درباره او سخن راند. با وجود این بسیاری از سرداران نیز به او ایمان آوردند، اما از ترس فریسیان اقرار نکردند که مبادا از کنیشت رانده شوند، زیرا که جلال مردم را بیشتر از جلال خدا دوست می داشتند. لیکن عیسی ندا کرده گفت: هر که به من ایمان آورد به من نه بلکه به فرستنده من ایمان آورده است و هر که مرا بیند فرستنده مرا دیده است. من نور هستم که به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. و اگر کسی سخنان مرا شنیده رعایت نکند من بر وی داوری نخواهم کرد، زیرا نآمدم که بر جهان داوری کنم بلکه جهان را نجات بخشم.
هر کی مرا رد کرده سخنانم را قبول نکند داوری بر خود دارد. کلامی که گفتم در روز واپسین بر وی داوری خواهد کرد. زیرا که من از خود نگفتم بلکه پدری که مرا فرستاد و من حکم داد که چی بگویم و چگونه سخن رانم. و من میدانم که حکم او حیات جاودانی است. پس آنچه من میگویم همان است که پدر فرموده است تا بگویم. یوحنا باب 13. پیش از عید فصح چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا که از این جهان نزد پدر برود، او که منسوبان خود را در این جهان دوست می داشت آنها را تا به آخر دوست داشت. و در وقت طعام شام که ابلیس قصد در دل یهودا ابن شمعون اسخریوت انداخته بود که او را تسلیم کند و عیسی می دانست که پدر همه چیز را به دست او داده است و او از جانب خدا آمده بود و به سوی خدا می رود، از سری سفره برخاسته لباس خود را کشید و دستمالی گرفته به کمر بست. بعد از آن به تغاره آب ریخته و شستن پایهای شاگردانش و خشکانیدن آنها با دستمالی که به کمرش بسته بود شروع نمود. چون نزد شمعون پتروس آمد وی گفت: خداوند تو پایهای مرا میشویی؟ عیسی در جواب وی گفت: آنچه من میکنم الحال نمیدانی، لیکن بعد خواهی فهمید. پتروس به او گفت: پایهای مرا هرگز نخواهی شست. عیسی به وی جواب داد: اگر تو را نشویم تو را با من حصه نیست. شمعون پتروس به او گفت: خداوندا، نه تنها پایهای مرا بلکه نیز دستها و سر مرا بشوی. عیسی به وی گفت: کسی که غسل کرده است فقط به شستن پایهایش احتیاج دارد، چون که وی تماما پاک است و شما پاک هستید لیکن نه همه. زیرا که تسلیم کننده خود را می دانست، بنابراین گفت: نه همه پاک هستید. چون پایهای آنها را شست، لباس خود را پوشیده باز نشست و به آنها گفت: آیا می دانید که برای شما چی کردم؟ شما مرا استاد و خداوند می گویید و راست می گویید، زیرا که من چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند هستم پایهای شما را شستم، شما هم باید پایهای یکدیگر را بشویید. زیرا به شما نمونه نشان دادم تا چنان که من با شما کردم شما نیز بکنید. براستی به شما میگویم، غلام از آقای خود بزرگتر نیست و رسول بزرگتر از فرستنده خود نیست. هرگاه این را دانستید، خوشا شما اگر این را به عمل آورید. درباره همه شما نمیگویم، آنهایی را که برگزیدم میدانم، لیکن این نوشته باید به عمل آید: آن که با من نان میخورد پاشنه خود را بر من بلند کرده است. الحال پیش از وقوع به شما میگویم تا که هنگام واقع شدنش باور کنید که این من هستم. براستی به شما میگویم، هر که فرستاده مرا قبول کند مرا قبول میکند و هر که مرا قبول کند فرستنده مرا قبول میکند. چون عیسی این را گفت در روح مضطرب شد و شهادت داده گفت: براستی به شما میگویم که یکی از شما مرا تسلیم خواهد کرد. شاگردان به یکدیگر نگاه کرده در حیرت شدند که این را درباره کی میگوید. یکی از شاگردانش بود که بر صندوق سینه عیسی تکیه میزد. عیسی وی را دوست می داشت. شمعون پتروس به وی اشارت کرد تا بپرسد آن کیست که در حقش چنین گفت. وی همچنان بر صندوق سینه عیسی تکیه زده پرسید: خداوندا، آن کیست؟ عیسی جواب داد: آن است که لقمه نان را غوطانده به وی میدهم. و لقمه را غوطانده به یهودا ابن شمعون اسخریوت داد. پس از آن که لقمه را گرفت، شیطان در وی داخل شد. آنگاه عیسی به وی گفت: آنچه میکنی به زودی بکن. لیکن از نشستگان هیچ کس نفهمید که چرا به وی چنین گفت.
بعضیها گمان کردند که چون همیان در دست یهوداست، عیسی به وی فرمود که هرچی برای عید به ما لازم است خرید کند یا که چیزی به مسکینان بدهد. وی لقمه را گرفته در حال بیرون رفت و شب بود. چون وی بیرون رفت، عیسی گفت: الحال پسر آدم جلال یافت و خدا در او جلال یافت. اگر خدا در او جلال یافت، خدا نیز او را در خود جلال خواهد داد و به زودی او را جلال خواهد داد. ای فرزندان، باز مدت کمی با شما هستم. شما مرا جستجو خواهید کرد و چنان که به یهودیان گفتم اکنون به شما نیز میگویم: به آن جایی که من میروم شما نمی توانید بیایید. به شما حکم تازه میدهم که یکدیگر را دوست دارید. چنان که من شما را دوست داشتم شما نیز یکدیگر را دوست دارید. از روی همین همه خواهند دانست که شاگردان من هستید، اگر یکدیگر را دوست دارید. شمعون پتروس به او گفت: خداوندا، کجا می روی؟ عیسی به وی جواب داد: به آن جایی که من می روم الحال نمی توانی از عقب من بیایی، لیکن بعد از آن از عقب من خواهی آمد. پتروس به او گفت: خداوندا، چرا الحال از عقب تو نمی توانم بیایم؟ جان خود را برای تو فدا خواهم کرد. عیسی به وی جواب داد: جان خود را برای من فدا خواهی کرد؟ براستی به تو میگویم، پیش از آن که خروس بانگ زند مرا 3 بار این کار خواهی کرد. یوحنا باب 14. دل شما مضطرب نشود. به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من اقامتگاه بسیار است و اگر چنین نمی بود من به شما می گفتم. می روم تا که برای شما جای تیار کنم. و هنگامی که بروم و برای شما جای تیار کنم، باز آمده شما را با خود می برم، تا در آن جایی که من هستم شما نیز باشید. جایی که من می روم شما آن را می دانید، راه را نیز می دانید. توما به او گفت: خداوندا، نمی دانم که تو کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را دانیم؟ عیسی به وی گفت: من راه و راستی و حیات هستم. کسی نمی تواند نزد پدر آید مگر این که به وسیله من. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید و از همین دم او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت: خداوندا، پدر را با ما نشان ده و این برای ما کافی است. عیسی به وی گفت: اینقدر وقت من با شما بودم و تو مرا نشناختی فیلیپوس. هر که مرا بیند پدر را دیده است. پس چطور میگویی پدر را به ما نشان ده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من؟ سخنانی که من به شما میگویم از خود نمیگویم. پدری که در من ساکن است او این اعمال را میکند. به من ایمان آورید که من در پدر هستم و پدر در من، وگرنه به خاطر آن اعمال به من ایمان آورید. براستی به شما میگویم، هر که به من ایمان آورد اعمالی را که من میکنم وی نیز خواهد کرد و حتی بزرگتر از آن هم خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم. و هر چی را که به اسم من بطلبید به جا خواهم آورد، تا که پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من بطلبید من آن را به جا خواهم آورد. اگر مرا دوست دارید احکام مرا رعایت خواهید کرد و من از پدر التماس خواهم کرد و او به شما پشتیبان دیگری عطا خواهد کرد تا که همیشه با شما بماند. یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را بپذیرد، زیرا که او را نمی بیند و نمی شناسد. لیکن شما او را می شناسید، زیرا که او با شما می ماند و در شما خواهد بود. شما را یتیم نمی گذارم، نزد شما می آیم. پس از اندک مدت جهان دیگر مرا نخواهد دید، لیکن شما مرا خواهید دید و از بس که من زنده‌ام شما نیز خواهید زیست. در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا دارد و رعایت کند
وی کسی است که مرا دوست می دارد و هر که مرا دوست دارد پدر من وی را دوست خواهد داشت و من وی را دوست خواهم داشت و خود را به وی ظاهر خواهم ساخت. یهودا، نه آن یهودای اسقریوت، به او گفت: خداوندا، این چیز که تو میخواهی خود را به ما ظاهر سازی و نه به جهان. عیسی در جواب وی گفت: هر که مرا دوست دارد کلام مرا رعایت خواهد کرد و پدر من وی را دوست خواهد داشت و ما نزد وی آمده با وی مسکن خواهیم گرفت. کسی که مرا دوست ندارد سخنان مرا رعایت نمی کند و کلامی که می شنوید از آن من نیست، بلکه از آن پدر است که مرا فرستاد. این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم. لیکن پشتیبان یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و هر چی را که به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. آسایشتگی را به شما باقی می گذارم. آسایشتگی خود را به شما می دهم، نه آنچنان که جهان می دهد من به شما می دهم. دل شما مضطرب نشود و هراسان نباشد. شنیدید که به شما گفتم می روم و نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید شاد می شدید که گفتم نزد پدر می روم، زیرا که پدر از من بزرگتر است. و اینک پیش از وقوع به شما گفتم تا که در وقت واقع شدنش ایمان آورید. بعد از این به شما بسیار گفتگو نخواهم کرد، زیرا که میر این جهان می آید و در من وی چیزی ندارد. لیکن تا جهان بداند که من پدر را دوست می دارم چنان که پدر به من حکم کرد عمل می کنم. برخیزید از اینجا برویم. یوحنا باب 15. من تاک حقیقی هستم و پدر من تاکدار است. هر نوده را که در من میوه نآورد او بریده می پرتاید و آن را که میوه می آورد پاک می سازد تا که بیشتر میوه آورد. شما الحال به واسطه کلامی که به شما گفتم پاک هستید. در من بمانید و من در شما. چطوری که نوده نمی تواند خود از خود میوه دهد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید. من تاک هستم و شما نوده ها. کسی که در من بماند و من در وی میوه فراوان می آورد، زیرا که به من هیچ کاری نمی توانید کنید. کسی که در من نماند چون نوده بریده می شود و می خشکد و چون این نوده ها را گرد آورده به آتش می اندازند و آنها می سوزند. اگر در من بمانید و سخن من در شما بماند، هر چی می خواهید طلب کنید و آن به شما داده خواهد شد. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان آورید و شاگردان من خواهید بود. چنان که پدر مرا دوست داشته است من نیز شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر احکام مرا رعایت کنید در محبت من خواهید ماند، چنان که من احکام پدر خود را رعایت کردم و در محبت او میمانم. این را به شما گفتم تا که شادی من در شما بماند و شادی شما کامل باشد. حکم من این است که یکدیگر را دوست دارید چنان که من شما را دوست داشتم. کسی محبتی بزرگتر از این ندارد که جان خود را برای دوستان خود فدا کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا بجا آورید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا که بنده نمی داند آقایش چی می کند. لیکن شما را دوست خواندم، چون که هرچی از پدر شنیدم و شما بیان کردم. نه شما مرا برگزیده اید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را تعیین کردم که شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند، تا که هرچی از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. این چیزها را به شما حکم می کنم تا که یکدیگر را دوست دارید. اگر جهان از شما نفرت کند بدانید که پیش از شما از من نفرت کرده است. اگر شما از جهان می بودید جهان منسوبان خود را دوست می داشت. لیکن از بس که شما از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیدم، از این سبب جهان از شما نفرت می کند. کلامی را که به شما گفتم در خاطر نگاه دارید. غلام بزرگتر از آقای خود نیست. اگر مرا تعقیب کردند
شما را نیز تعقیب خواهند کرد. اگر کلام مرا رعایت کردند، کلام شما را نیز رعایت خواهند کرد. لیکن همه این را برای اسم من به شما خواهند کرد، چون که فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، گناه نمی داشتند. لیکن اکنون برای گناه خود عذر ندارند. هر که از من نفرت کند، از پدر من نیز نفرت می کند. اگر در میان آنها اعمالی را نمی کردم که دیگری هرگز نکرده است، گناه نمی داشتند. لیکن اکنون آن اعمال را دیده، هم از من و هم از پدر من نفرت کردند، تا به عمل آید کلامی که در توراتشان نوشته شده است: به سبب از من نفرت دارند. لیکن چون پشتیبان که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا که از ابتدا با من بوده اید. یوحنا باب 16. این را به شما گفتم تا که به وسوسه نیفتید. شما را از کنشتا خواهند راند و حتی ساعتی می رسد که هر که شما را بکشد گمان کند که خدمت به خدا می کند. و این کارها را با شما خواهند کرد، چون که نه پدر را شناختند و نه مرا. لیکن این را به شما برای آن گفتم که هنگام رسیدن آن ساعت به یاد آورید که من به شما گفتم. و این را از اول به شما نگفتم، زیرا که با شما بودم. اما اکنون من نزد فرستنده خود می روم و کسی از بین شما از من نمی پرسد کجا می روی؟ ولی چون این را به شما گفتم، دل شما پر از غم شد. لیکن به شما راست می گویم، رفتن من برای شما بهتر است، زیرا که اگر من نروم، پشتیبان نزد شما نخواهد آمد، و اگر بروم او را نزد شما می فرستم. و چون او آید، جهان را بر گناه و بر عدالت و بر داوری ملزم خواهد کرد. بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورند. بر عدالت، زیرا که نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید. بر داوری، زیرا که میر این جهان محکوم شده است. باز بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، لیکن شما الحال آنها را نمی توانید بردارید. لیکن چون او، یعنی روح راستی آید، شما را به تمام راستی راهنمایی خواهد کرد. زیرا که از خود نخواهد گفت، بلکه هر چی می شنود آن را خواهد گفت و از واقعات آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد، چون که از آن چی از آن من است گرفته به شما خبر خواهد داد. هر آن چی پدر دارد از آن من است. بنابراین گفتم، از آن چی از آن من است گرفته به شما خبر خواهد داد. دیر نگذشته مرا نخواهید دید و باز دیر نگذشته مرا خواهید دید، زیرا که من نزد پدر می روم. بعضی از شاگردانش به یکدیگر گفتند: چیست که او به ما می گوید؟ دیری نگذشته مرا نخواهید دید و باز دیری نگذشته مرا خواهید دید و من نزد پدر می روم. و آنها گفتند: این چیست که او می گوید؟ دیری نگذشته، نمیدانیم چی می گوید. عیسی چون دانست که می خواهند از او بپرسند، به آنها گفت: آیا به یکدیگر در این خصوص سوال می دید که من گفتم دیر نگذشته مرا نخواهید دید و باز دیر نگذشته مرا خواهید دید؟ به راستی به شما می گویم، شما گریه و ناله خواهید کرد، لیکن جهان شاد خواهد شد. شما غمگین خواهید شد، لیکن غم شما به شادی مبدل خواهد شد. زن هنگام زاییدن غمگین است، چون که ساعت وی رسیده است. لیکن چون کودک را زاید، غمش را فراموش می کند، به سبب شادی آنکه آدمی در جهان تولد یافت. شما نیز الحال غمگین هستید، لیکن باز شما را خواهم دید و دل شما شاد خواهد شد و هیچ کس نمی تواند آن شادی را از شما بگیرد. و در آن روز از من چیزی نخواهید پرسید. به راستی به شما می گویم، هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من چیزی طلب نکرده اید، طلب کنید تا بگیرید و شادی شما کامل گردد.
این چیزها را با مثالها به شما گفتم. لیکن ساعت می رسد که دیگر به شما با مثالها حرف نمی زنم، بلکه از پدر به شما گشاد و روشن خبر خواهم داد. در آن روز به اسم من طلب خواهید کرد و من به شما نمی گویم که از پدر برای شما التماس خواهم کرد، زیرا که خودی پدر شما را دوست می دارد، چون که شما مرا دوست داشته اید و شما ایمان آورده اید که من از جانب خدا آمدم. من از جانب پدر آمدم و به جهان وارد شدم، باز جهان را ترک می کنم و نزد پدر می روم. شاگردانش به او گفتند: اینک اکنون گشاد و روشن سخن میگویی، نه با مثلها. اکنون دانستیم که تو همه چیز را میدانی و حاجت نیست که کسی از تو چیزی بپرسد. از این رو ایمان می آوریم که تو از جانب خدا آمده ای. عیسی به آنها جواب داد: الحال ایمان می آورید؟ اینک ساعت می رسد و الکی رسیده است که شما پراکنده شده، هر یک سوی خانه خود می روید و مرا تنها می گذارید. لیکن من تنها نیستم، زیرا که پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا که در من آسایشتگی داشته باشید. در جهان غم و کلفت خواهید داشت، لیکن دلیر باشید، من بر جهان غالب شدم. یوحنا باب 17. عیسی چون این را گفت، چشمان خود را سوی آسمان بالا کرده گفت: ای پدر، ساعت رسیده است. پسر خود را جلال ده تا که پسرت نیز تو را جلال دهد، زیرا که او را بر تمام بشر قدرت داده ای تا که به هر که تو به او بخشیده ای حیات جاودانی بدهد. و حیات جاودانی این است که تو را که خدای یگانه حقیقی هستی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده بودی تا بکنم به انجام رساندم. و اکنون تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده، به همان جلالی که پیش از هستی عالم نزد تو داشتم. اسم تو را به آدمانی که از جهان به من عطا کردی شناساندم. آنها از آن تو بودند و تو آنها را به من عطا کردی و آنها کلام تو را رعایت کردند. و اکنون دانستند که هر آنچه به من داده ای از جانب توست، زیرا کلام را که به من دادی به آنها سپردم و آنها قبول کردند و حقیقتا دانستند که من از جانب تو آمدم و ایمان آوردند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها التماس میکنم، نه برای جهان، بلکه برای آنهایی که تو به من داده ای، زیرا که آنها از آن تو می باشند. و آنچه از آن من است از آن توست و آنچه از آن توست از آن من است و من در آنها جلال یافتم. من دیگر در جهان نیستم، لیکن آنها در جهان هستند و من نزد تو می آیم. ای پدر مقدس، اینها را که به من داده ای به اسم خود نگاه دار تا که یک باشند چنان که ما هستیم. وقتی که با آنها در جهان بودم آنها را به اسم تو نگاه داشتم. آنهایی را که تو به من دادی نگهبانی کردم و هیچ یکی از آنها هلاک نشد جز از پسر هلاکت، تا که نوشته به عمل آید. ولی اکنون نزد تو می آیم و این را در جهان می گویم تا که شادی من در آنها کامل باشد. من کلام تو را به آنها سپردم و جهان از آنها نفرت کرد، چون که آنها از جهان نیستند چنان که من نیز از جهان نیستم. التماس نمی کنم که تو آنها را از جهان ببری، بلکه آنها را از شرارت محافظت نمای. آنها از جهان نیستند چنان که من نیز از جهان نیستم. آنها را با راستی خود تقدیس کن، کلام تو راستی است. چنان که تو مرا به جهان فرستادی من نیز آنها را به جهان فرستادم و خود را برای آنها تقدیس می کنم تا که آنها نیز با راستی تقدیس کرده شوند. تنها برای آنها التماس نمی کنم، بلکه نیز برای کسانی که به وسیله کلام آنها
به من ایمان خواهند آورد تا که همه یک باشند چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو آنها نیز در ما یک باشند تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستادی و من جلالی را که به من داده ای به آنها دادم تا که یک باشند چنان که ما یک هستیم من در آنها هستم و تو در من تا که آنها در یگانگی کامل باشند و جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را دوست داشتی چنان که مرا دوست داشتی. ای پدر، میخوام آنهایی که به من داده ای در آن جایی که می باشم با من باشند تا جلال مرا که به من داده ای ببینند چون که مرا پیش از تأسیس جهان دوست داشتی. ای پدر عادل، جهان تو را نشناخت لیکن من تو را شناختم و اینها دانستند که تو مرا فرستادی و من به آنها اسم تو را شناساندم و باز هم خواهم شناسانید تا آن محبتی که تو به من داری در آنها باشد و من نیز در آنها باشم. یوحنا باب 18. چون عیسی این را گفت با شاگردان خود به آن طرف وادی قدرون رفت که در آنجا باغی بود و او و شاگردانش به آن در آمدند و یهودای تسلیم کننده او نیز آن جای را می دانست چون که عیسی با شاگردانش بارها در آنجا جمع آمده بود. پس یهودا یک دسته سربازان و ملازمان را از سرکاهنان و فریسیان گرفته با چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه به آنجا آمد. عیسی که آگاه بود از آنچه باید به او روی دهد بیرون آمده به آنها گفت: کی را جستجو میکنید؟ به او جواب دادند: عیسی ناصری را. عیسی به آنها گفت: من هستم. یهودای تسلیم کننده او نیز با آنها ایستاده بود. چون عیسی به آنها گفت من هستم، آنها عقیب رفته به زمین افتادند. باز از آنها پرسید: کی را جستجو میکنید؟ گفتند: عیسی ناصری را. عیسی جواب داد: من به شما گفتم که من هستم. پس اگر مرا جستجو میکنید بگذارید اینها بروند تا آن سخنی که او گفته بود به عمل آید. از آنهایی که به من دادی یکی را تلف نکردم. آنگاه شمعون پتروس که شمشیر داشت آن را کشیده به غلام سرکاهن که ملخوس نام داشت زد و گوش راست وی را بریده پرتافت. عیسی به پتروس گفت: شمشیر خود را غلاف کن. نخواد که آن کاسه را که پدرم به من داده است ننوشم. آنگاه دسته سربازان و میری هزار و ملازمان یهودیان عیسی را دستگیر کرده بستند و اول او را نزد حانان پدر عروس قیافا که همان سال سرکاهن شد بردند. و این همان قیافا بود که به یهودیان مصلحت داده بود که بهتر است یک کس برای قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر از عقب عیسی رفتند. از بس که آن شاگرد به سرکاهن شناس بود با عیسی به درون حولی سرکاهن در آمد، اما پتروس در بیرون نزد در ایستاد. بعد آن شاگرد دیگر که به سرکاهن شناس بود بیرون آمده به دربان چیزی گفت و پتروس را به درون برد. آن کنیزی که دربان بود به پتروس گفت: آیا تو نیز از شاگردان این شخص نیستی؟ وی گفت: نیستم. در این میان غلامان و ملازمان آتش افروخته بودند، زیرا که هوا سرد بود و دوری آتش ایستاده خود را گرم می کردند. پتروس نیز با آنها ایستاده خود را گرم می کرد. سرکاهن از عیسی درباره شاگردانش و تعلیمش پرسید. عیسی به وی جواب داد: من به جهان آشکارا سخن گفتم. من هر وقت در کنیشت و در معبد که در آنجا یهودیان همیشه جمع می آمدم تعلیم دادم و پنهانی چیزی نگفتم. چرا از من می پرسی؟ از آنهایی که شنیدند بپرس که من به آنها چی گفتم. اینک آنها می دانند که من چی گفتم. وقتی که این را گفت یکی از ملازمان که در آنجا ایستاده بود
عیسی را یک تارسکی زده گفت: با سرکاهین این طرف جواب میدهی؟ عیسی به وی جواب داد: اگر بد گفتم به بدی شهادت ده، و اگر خوب گفتم برای چی مرا میزنی؟ آنان او را دست بسته نزد قیافای سرکاهین فرستاد و شیمعون پتروس ایستاده خود را گرم می کرد. به وی گفتند: تو نیز از شاگردان او نیستی؟ وی انکار کرده گفت: نیستم. یکی از غلامان سرکاهین، خویش آن کسی که پتروس گوشش را بریده بود، گفت: مگر من تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز انکار کرد و همان دم خروس بانگ زد. از حولی قیافا عیسی را به سربازخانه بردند و صبح بود و آنها به سربازخانه ندر آمدند تا که نجیس نشوند و بره فیسق را بخورند. پیلاطوس نزد آنها برآمده گفت: چی دعوای بر این شخص داره؟ آنها در جواب وی گفتند: اگر او بد کردار نمی بود و تو تسلیم نمی کرده. پیلاطوس به آنها گفت: شما او را بگیرید و موافق شریعت خود برای داوری کنید. یهودیان به وی گفتند: به ما جایز نیست که کسی را بکشیم تا آن سخن عیسی به عمل آید که او درباره چگونگی مردن خود اشاره کرده گفته بود. آنگاه پیلاطوس باز به سربازخانه در آمده عیسی را خواند و به او گفت: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی به وی جواب داد: آیا تو این را از خود میگویی یا که دیگران درباره من به تو گفتند؟ پیلاطوس جواب داد: مگر من یهودی هستم؟ قوم تو و سرکاهنان تو را به من تسلیم کردند. چی کار کرده ای؟ عیسی جواب داد: پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان می بود، ملازمان من می جنگیدند تا که من به یهودیان تسلیم کرده نشوم. لیکن اکنون پادشاهی من از اینجا نیست. پیلاطوس به او گفت: پس تو پادشاه هستی؟ عیسی جواب داد: تو میگویی که من پادشاه هستم. من برای آن تولد یافتم و برای آن به جهان آمدم که بر راستی شهادت دهم و هر کس راستی است آواز مرا میشنود. پیلاطوس به او گفت: راستی چیست؟ چون این را بگفت باز نزد یهودیان برآمد و به آنها گفت: من در هیچ عیب نمیابم، لیکن شما عادت داره که بندی را در عید فیسق برای شما آزاد کنند. آیا میخواهید که پادشاه یهودیان را برای شما آزاد کنند؟ آنها باز فریاد زده گفتند: او را نه، بلکه باراباس را. باراباس یک راهزن بود. یوحنا باب 19. آنگاه پیلاطوس عیسی را گرفته تازیانه زد و سربازان تاج از خار بافته به سرش نهادند و جامه ارغوان به او پوشاندند و گفتند: سلام ای پادشاه یهودیان. و او را تارسکی می زدند. باز پیلاطوس برآمده به آنها گفت: اینک او را پیش شما می برارم تا بدانید که من در او هیچ عیب نمیابم. و عیسی در حالتی که تاج از خار بافته بر سر و جامه ارغوان در بر داشت بیرون آمد و پیلاطوس گفت: اینک آن آدم. چون سرکاهنان و ملازمان او را دیدند فریاد زده گفتند: او را مصلوب کن، مصلوب کن. پیلاطوس به آنها گفت: شما او را گرفته مصلوب کنید، زیرا که من در او عیب نمیابم. یهودیان به وی جواب دادند: ما شریعت داریم و موافق شریعت ما او باید بمیرد، چون که خود را پسر خدا کرده است. چون پیلاطوس این سخن را شنید بیش از پیش هراسان شد
و باز به سربازخانه در آمده به عیسی گفت تو از کجایی؟ لیکن عیسی به وی جواب نداد. پیلاطوس به او گفت به من سخن نمیگویی؟ مگر نمیدانی که قدرت دارم تو را مصلوب کنم و قدرت دارم تو را آزاد کنم؟ عیسی جواب داد هیچ قدرت بر من نمی داشتی اگر از بالا داده نمی شد. از این رو آن کسی که مرا به تو تسلیم کرد گناهی بیشتری دارد. و از آن وقت پیلاطوس سعی داشت او را آزاد کند، لیکن یهودیان فریاد زده گفتند اگر او را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر کی دعوای پادشاهی کند دشمن قیصر است. چون پیلاطوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و در آن جایی که سنگفرش و به عبرانی جبتا نامیده میشد بر کرسی داوری نشست. روز جمعه عرفه عید فیس بود که در ساعت ششم به یهودیان گفت اینک پادشاه شما. لیکن آنها فریاد زدند او را نست کن، نست کن، مصلوب کن. پیلاطوس به آنها گفت آیا پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سرکاهنان جواب دادند غیر از قیصر پادشاه نداریم. نهایت او را به دست آنها سپرد تا که مصلوب کنند و آنها عیسی را گرفته بردند و او صلیب خود را برداشته به آن جایی که جای کاسه‌خانه سر و به عبرانی جالجالتا نام داشت روانه شد. در آنجا او را مصلوب کردند و با او دو کسی دیگر را، یکی از این طرفش و دیگری از آن طرفش و عیسی در میانه. پیلاطوس عیبنامه نوشته بر صلیب آویخت که چنین نوشته شده بود عیسی ناصری پادشاه یهودیان. بسیاری از یهودیان آن عیبنامه را خواندند، زیرا جایی که عیسی مصلوب شده بود به شهر نزدیک بود و عیبنامه را به زبانهای عبرانی، یونانی و رومی نوشته بودند. سرکاهنان یهودی به پیلاطوس گفتند ننویس پادشاه یهودیان، بلکه آنچه او میگفت منم پادشاه یهودیان. پیلاطوس جواب داد آنچه نوشتم. و سربازان چون عیسی را مصلوب کردند لباس او را گرفته به 4 حصه تقسیم کردند، به هر سرباز 1 حصه و پیراهن را نیز گرفتند. لیکن پیراهن درز نداشت بلکه از بالا تا پایان بافته شده بود. پس آنها به یکدیگر گفتند آن را پاره نکنیم، بلکه قرعه بر آن پرتافته بینیم که از آن کی می شود، تا که نوشته به عمل آید که می گوید سر و لباس مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پیراهن من قرعه پرداختند. و سربازان چنین کردند. در نزد صلیب عیسی مادر او و خواهر مادرش مریم زوجه قلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. چون عیسی مادر خود را با شاگردی که دوست می داشت در آنجا ایستاده دید و مادر خود گفت ای زن، اینک پسر تو. و بعد به شاگرد خود گفت اینک مادر تو. از همان ساعت آن شاگرد وی را به خانه خود برد. پس از آن عیسی چون دید که همه چیز به انجام رسیده است تا که نوشته به عمل آید گفت تشنه. در آنجا ظرفی پر از سرکه ایستاده بود. پس اسفنجی را از سرکه پر کرده بر سر نی نهادند و نزدیک دهان او بردند. چون عیسی سرکه را چشید گفت اجرا شد و سر فرو آورده جان داد. لیکن از بس که روز جمعه بود، برای آنکه جسدها بر صلیب در روز شنبه نماند، زیرا که آن شنبه بزرگ بود، بنابراین یهودیان از پیلاطوس خواهش کردند که ساق پایهای آنها را بشکنند و پایان فراورند. سربازان آمده ساق پایهای آن 2 نفر را که
با او مصلوب شده بودند شکستند. چون نزد عیسی آمدند و دیدند که الکی مرده است، ساق پایهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان به قبرغه او نیزه زد و همان دم خون و آب جاری شد. و آن کسی که دید شهادت داد و شهادت وی راست است. وی می‌داند که راست میگوید تا که شما نیز ایمان آورید، زیرا این واقع شد تا نوشته به عمل آید که میگوید هیچ یک استخوانی او شکسته نخواهد شد. و نوشته باز در جای دیگر میگوید با آن کسی که نیزه زدند نظر خواهند دوخت. پس از آن یوسف که از اهل حرامات و از ترس یهودیان شاگردی مخفی عیسی بود، از پیلاطوس خواهش کرد که جسد عیسی را بردارد و پیلاطوس به وی اجازت داد. وی آمده جسد عیسی را برداشت. و نیقودیموس که پیشتر شبانه نزد عیسی آمده بود نیز آمد و تقریبا 100 رطل مور و عود آمیخته با خود آورد. آنها جسد عیسی را گرفتند و موافق مراسم دفن یهودیان حنوط پاشیده به کفن پیچاندند. در آن جایی که او مصلوب شد باغی بود و در باغ قبری نوی که در آن هنوز هیچ کس دفن نشده بود. در آنجا عیسی را دفن کردند، زیرا که عرفه شنبه یهودیان بود و آن قبر نزدیک بود. یوحنا باب 20. در روز یکشنبه بامدادان که هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده است. وی در تاز نزد شمعون پتروس و آن شاگرد دیگری که عیسی دوست می داشت آمده به آنها گفت خداوند را از قبر بردند و نمیدانیم که او را کجا گذاشتند. در حال شمعون پتروس و آن شاگرد دیگر بیرون آمده به جانب قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند، ولی آن شاگرد دیگر زودتر دویده از پتروس پیش گذشت و اول بر سر قبر آمد و خم شده کفن را گذاشته دید، لیکن به درون ندر آمد. از عقیب وی شمعون پتروس آمده به قبر در آمد و کفن را گذاشته دید و رویمالی را که بر سر او بود نه با کفن بلکه در گوشه علاهیده پیچیده دید. آن شاگرد دیگر که اول بر سر قبر آمده بود نیز به درون در آمد و دید و ایمان آورد، زیرا آنها هنوز نوشته را نفهمیده بودند که او باید از مردگان احیا شود. و شاگردان به خانه خود برگشتند، اما مریم در بیرون قبر ایستاده گریه می کرد و چون می گریست خم شده به درون قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در آن جایی که جسد عیسی گذاشته شده بود، یکی به طرف سر و دیگری به طرف پای نشسته بودند. آنها به وی گفتند ای زن، چرا گریه میکنی؟ با آنها گفت خداوندی مرا بردند و نمیدانم که او را کجا گذاشتند. چون این را گفت به عقب رو آورد و عیسی را ایستاده دید، ولی ندانست که این عیسی است. عیسی به وی گفت ای زن، چرا گریه میکنی؟ کی را جستجو میکنی؟ وی به گمان آن که این باغبان است به او گفت ای آقا، اگر تو او را برده باشی به من بگو که او را کجا گذاشتی تا که من او را گرفته برم. عیسی به وی گفت ای مریم. وی رو آورده به او گفت ربونی، یعنی استاد. عیسی به وی گفت به من دست نرسان، زیرا که هنوز نزد پدر خود صعود نکردم، لیکن نزد برادران من رفته به آنها بگو من نزد پدر خود و پدر شما، نزد خدای خود و خدای شما صعود میکنم. مریم مجدلیه آمده به شاگردان خبر داد من خداوند را دیدم و به من چنین گفت. بیگاهی خود همان روز یکشنبه وقتی که شاگردان در خانه جمع آمده
از ترس یهودیان درهای آن را بسته بودند، عیسی آمده در میان آنها بایستاد و به آنها گفت: سلام بر شما باد. چون این را گفت، دستها و قبرغه خود را به آنها نشان داد. شاگردان خداوند را دیده شاد گردیدند. باز عیسی به آنها گفت: سلام بر شما باد. چنان که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. چون این را گفت، بر آنها دمید و گفت: روح القدس را پیدا کنید. گناه کسی را که عفو نماید آمرزیده می شود و کسی را که عفو نکنید آمرزیده نمی شود. لیکن توما که یکی از آن 12 بود و یکیزک نامیده می شد، وقتی که عیسی آمد با آنها نبود. شاگردان دیگر به وی گفتند: ما خداوند را دیده ایم. وی به آنها گفت: تا در دستهای او جای میخها را نبینم و انگشت خود را در جای میخها نگذارم و دست خود را بر قبرغه او ننهم، باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز با شاگردان او در خانه بودند و توما نیز با آنها بود و درها بسته. عیسی آمده در میان آنها بایستاد و گفت: سلام بر شما باد. پس از آن به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیار و دستهای مرا ببین و دست خود را بیار و بر قبرغه من بگذار و به ایمان نباش بلکه ایمان داشته باش. توما در جواب او گفت: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی به وی گفت: به خاطر آن که مرا دیده ای ایمان آوردی. خوشا کسانی که ندیده ایمان می آورند. باز بسیار معجزات دیگری عیسی در نزد شاگردانش نشان داد که در این کتاب نوشته نشد، اما این قدرش نوشته شد تا شما ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و ایمان آورده به اسم او حیات یابید. یوحنا باب 21. بعد از آن باز عیسی در ساحل بحر تبریه به شاگردان ظاهر شد. ظاهر شدنش این طور بود: شمعون پتروس، توما که یکزک نامیده می شد، نتانائیل که از قانای جلیل بود، پسران زبدای و 2 نفر دیگر از شاگردان او با هم بودند. و شمعون پتروس به آنها گفت: میخواهم به صید ماهی بروم. به وی گفتند: ما نیز همراه تو می رویم. در حال رفته به قایق سوار شدند و آن شب چیزی صید نکردند. وقتی که صبح شد، عیسی در ساحل ایستاده بود، لیکن شاگردان ندانستند که این عیسی است. عیسی به آنها گفت: ای فرزندان، آیا نزد شما خوراکی هست؟ به او جواب دادند: نه. او به آنها گفت: تو را به طرف راست قایق بیاندازم و خواهید یافت. آنها انداختند و از بسیاری ماهی آن را کشیدن نتوانستند. آن شاگردی که عیسی دوست می داشت به پتروس گفت: این خداوند است. چون شمعون پتروس شنید که این خداوند است، جامه‌اش را به خود پیچاند، چون که برهنه بود، و خود را در بحر انداخت. و شاگردان دیگر با قایق آمدند، زیرا که از ساحل دور نبودند، بلکه قریب به 200 ذراع و توری پر از ماهی را کشیدند. و چون به خشکی برآمدند، آتشی افروخته و ماهی بر آن گذاشته شده و نان دیدند. عیسی به آنها گفت: از آن ماهی که حاضر صید کردید بیارید. شمعون پتروس رفته تور را پر از ماهیانی بزرگ که 153 عدد بودند به خشکی کشید و با وجود بسیاری ماهی تور ندرید. عیسی به آنها گفت: بیایید خوراک بخورید. لیکن از شاگردان کسی جرأت نکرد که از او بپرسد: تو کیستی؟ زیرا می دانستند که این خداوند است. و عیسی پیش آمده نان را گرفت و به آنها داد و همچنین ماهی را.
این بار سیوم بود که عیسی پس از احیا شدنش از مردگان و شاگردان خود ظاهر شد. بعد از خوراک خوردنشان عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون ابن یونس، آیا مرا بیشتر از اینها دوست می‌داری؟ با او گفت: آره خداوندا، تو میدانی که تو را دوست می‌دارم. با وی گفت: بر رهای مرا بچران. باز بار دیگر با وی گفت: ای شمعون ابن یونس، آیا مرا دوست می‌داری؟ با او گفت: آره خداوندا، تو میدانی که تو را دوست می‌دارم. با وی گفت: گوسفندان مرا چوپانی نما. و بار سیوم با وی گفت: ای شمعون ابن یونس، آیا مرا دوست می‌داری؟ پتروس غمگین شد که بار سیوم از وی پرسید: آیا مرا دوست می‌داری؟ و با او گفت: خداوندا، تو از همه چیز واقف هستی. تو میدانی که تو را دوست می‌دارم. عیسی با وی گفت: گوسفندان مرا بچران. براستی به تو میگویم، وقتی که جوان بودی کمرت را خودت میبستی و به هر جایی که میخواستی میرفتی، لیکن وقتی که پیر شوی دستهایت را دراز خواهی کرد و دیگری تو را بسته و آن جایی که نمیخواهی تو را خواهد برد. چنین گفت تا اشارت کند که با چه گونه فوت وی باید خدا را جلال دهد. و چون این را گفت به وی فرمود: از عقیب من بیا. پتروس به اطراف نگاه کرده دید که آن شاگردی که عیسی دوست می داشت از عقیب آنها می آید و این همان بود که در وقت طعام شام به صندوق سینه او تکیه زده گفته بود: خداوندا، کیست آن که تو را تسلیم می کند؟ چون پتروس وی را دید به عیسی گفت: خداوندا، عاقبت وی چی خواهد بود؟ عیسی به وی گفت: اگر خواست من این باشد که تا وقتی آمدنم وی بماند، این به تو چی دخل دارد؟ از عقیب من بیا. بنابراین در میان برادران چنین سخن پهن شد که آن شاگرد نخواهد مرد. لیکن عیسی به وی نگفت که وی نخواهد مرد، بلکه گفت: اگر خواست من این باشد که تا وقت آمدنم وی بماند، این به تو چی دخل دارد؟ و این شاگردی است که به این چیزها شهادت می دهد و اینها را نوشت و ما می دانیم که شهادت وی راست است. باز بسیار اعمال دیگری عیسی بجا آورد که اگر مفصل نوشته شود، به گمانم تمام دنیا هم آن کتاب های نوشته شده را گنجایش دادن نمی توانست. آمین.